تعلمون. پس اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید. محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجای این دنیا که هستید همیشه شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این برنامه از محضر جناب استاد گرانقدر جناب استاد مولانا عبدالقدوس دهقان بهره مند هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم و بفرمایید. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. منم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما ان شاء الله. شیخ اگر موافق باشین به سوال بینندگان بپردازیم. سوال اول بیننده که آخر شمارهشون 8094 هست این است که ایشون گفتن اگر زمین کشاورزی از رودخانه جاری به وسیله تراکتور یا پمپ آبیاری صورت پذیرد، واجباتی که پرداخت می شود بر محصول 1/20 است یا 1/10 و آیا بر کاه به جای مانده از گندم و جو واجبات تعلق می گیرد؟ در صورت عدم تعلق واجبات می توان کاه را به جای بسته‌بندی کرد و معادل واجبات محصول محاسبه شود؟ قیمت عرف را تعیین نمود و به جای واجبات آیا می توان کاه را پرداخت نمود؟ درباره زکات حبوبات همان گونه که درباره زکات طلا و نقره و همچنین انعام و حیواناتی که مشمول حکم زکات می شوند یک معیاری مشخص است و یک سقفی وجود داره، درباره حبوبات و محصولات کشاورزی که زکات بر آنها تعلق می گیرد هم یک سقف و یک نصاب شرعی وجود دارد. در حدیثی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لیس فیما 5 اوسق صدقه، کمتر از 5 وسق صدقه ندارد و این وسق بنابر معیارهای امروزی و که اینو تبدیل بکنیم به وزن تقریبا چیزی حدود 650 کیلوگرم هست. یعنی اگر محصول کشاورزی جو، گندم، برنج یا حبوبات دیگر به 650 کیلوگرم برسد در این صورت زکاتی بر اون واجب هست. این اصل نصاب زکات است که حتما باید به مقدار 650 کیلوگرم که معادل 5 وسق هست باید برسد. اگر کمتر از این بود در این صورت زکاتی بر این محصول در واقع تعلق نمیگیرد. و مقدار واجب و مقداری که باید زکات بدند این دو نوع دارد. اگر این محصول دیمی هست با آب باران در واقع آبیاری می شود یا این که از آب نهری هست، چشمه‌ای هست بدون هیچ گونه زحمتی و بدون هیچ گونه هزینه و مخارجی آبیاری می شود، مثل سوالیشون که بله که قسمت اول سوالیشون که همون در واقع عشر دارد، یعنی 10% یعنی مقدار زکاتشون هست. یعنی کل به اصطلاح مجموعه محصولاتی که ایشون دارن حساب بکنن و در صورتی که بیشتر از 650 کیلوگرم باشه 10% رو باید به عنوان زکات بدهن. در صورتی که این با آب باران باشه یا دیمی باشه به صورت کلی یا این که با آب نهر یا چشمه‌ای که بدون هزینه هست آبیاری می شود. اما در صورتی که هزینه بردار هست آبیاری این محصولات و کشت و کشاورزی، اگر به وسیله اون گونه که ایشون اشاره کردن تراکتور هست یا پمپ آب هست یا هر صورت دیگری که زحمتی دارد، مثل زمانهای قدیم با شتر مثلا میکشیدند یا اینکه شخصی مجبور از خودش با دست آب بکشد از چاهی و محصول کشاورزیش آب بدهد، در این صورت نصف می شود اون مقدار زکاتی که واجب است. اساساً 10% هست و وقتی که این کم بشود این نصف می شود و 5% زکاتش رو باید به عنوان زکات پرداخت بکنن. این در مورد اصل زکاتش. اما درباره کاه باقی مانده ای که از این حبوبات به وجود میاد، همه از جو، گندم و برنج و بقیه موارد باشه، این کاه زکاتی ندارد. کاه و در واقع فقط اصل محصول خود محصول جو، گندم و بقیه حبوبات زکات دارن، اما کاهی که باقی بمانه زکات نداره و این زکات رو الزاماً باید از خود اون محصول خارج بکنن. یعنی اگر محصولشون گندم هست از خود گندم باید خارج بکنن. پرداخت کردن کاه یا مواردی دیگر به جای گندم جایز نیست و اصلش این است که همون مواردی که ایشون کشت کردن، محصول برداشت کردن، از خود اون محصول باید اون مقداری
مقداری رو که برای ایشون لازم هست به عنوان زکات پرداخت کنند. اصل محصول باید پرداخت بشه. خیلی ممنون از شما. سوال بعدی بیننده الهام از ایران، سوالشون اینه که ما به دلایلی به شهر دیگه سفر کردیم، از شهر خودشون به شهر دیگه سفر کردن و در آنجا ماندگار هستیم، ولی معلوم نیست که تا کی اینجا باشیم، 1 سال، کمتر یا بیشتر از 1 سال. می‌خواستم بدونیم که ما الان جز مسافر هستیم یا نه، یعنی باید چجوری نماز بخونیم؟ در مورد مسافتی که انسان وقتی که این مسافت برود و احکامی به اون تعلق میگیرد چندین مورد هستند، اهم از قصر کردن نماز یا جمع کردن نماز یا جواز در واقع عدم وجوب روزه برای مسافر. این احکامی تعلق میگیرد برای مسافر و این در صورتی هست که یک انسانی از شهر خودش حدود 80 کیلومتر در واقع خارج بشود و از منطقه خودش خارج بشود، این در واقع به عنوان مسافر شمرده می شود و این احکام به این تعلق می گیرند. اما در مورد این که یک شخصی از منطقه خودش و شهر خودش به مسافرت رفته، منطقه دیگری در یک شهری در حال سکونت هست، چند روز اگر سکونت بکند مقیم حساب می شود، در این زمینه در میان فقها اختلاف نظر و دیدگاه وجود دارد. جمهور فقها نظرشون این هست که در صورتی که شخصی که به سفر رفته اگر در یک جای، اهم از این که در بیابانی باشد، در صحرایی باشد یا در شهر و روستایی باشد، نیت اقامت 4 روز یا بیشتر از 4 روز را داشته باشد. 4 روز یا بیشتر از 4 روز را داشته باشد، در این صورت مقیم هست و در این صورت هم نمازش باید کامل خونده بشه و هم سر وقت باید خونده بشه. یعنی قصر و جمع برای چنین فردی در واقع مجاز نیست، در صورتی که 4 روز یا بیشتر از 4 روز در واقع مانده باشد. و دلیل این حکمی که صادر شده این از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت. از زمانی که ایشون در حجة الوداع تشریف بردن به مکه مکرمه، در واقع در مکه ایشون مسافر بودن، 4 روز کامل ایشون در مکه مکرمه موندند. یعنی یک شنبه در واقع ماه ذوالحجه و 4 ذوالحجه ایشون رسیدن در مکه مکرمه روز یک شنبه، تا 5 شنبه ایشون در مکه سکونت کردن. در این 4 روز رسول الله صلی الله علیه و سلم نمازشون رو قصر و جمع می‌کردن و 5 شنبه تشریف بردن به منی. این مدت اقامت 4 روز با نماز قصر و جمع از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. نظریات دیگری در این زمینه وجود داره که 2 هفته باشه، منتها اونا فقط یک قیاسی هست و دلیل شرعی محکمی که ملزم باشه و قانع کننده باشه نیست. منتها این 4 روزی که من عرض کردم این از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست که حداقل ایشون 4 روز رو در یک جا سکونت کردند و نیتشون هم نیت اقامه بوده و در این 4 روز ایشون نماز رو قصر می‌خوندن. این در صورتی هست که یک انسان یک جایی رفته نیت اقامت کرده، یعنی در یک شهری میرود حداقلش 4 روز نیت اقامت کرده. اما اگر شخصی به سفر برود و در یک شهری رفته، یک کار اداری دارد، یک کار تجاری دارد، برای خریدی رفته، برای هر کار دیگری رفته، برای زیارت و بازدید رفته، نمیداند که تا چند روز اونجا میماند، احتمال دارد که امروز، فردا، پس فردا از این شهر خارج بشود و هنوز بالفرض یعنی بلیطی رو نگرفته و تاریخ خروجش و حرکتش دقیقاً مشخص نیست. در این صورت هر چند که بماند در اون شهر باز هم مسافر است. 1 هفته بماند، 2 هفته بماند، 1 ماه، 2 ماه بماند، اما نیتش اینه که من فردا میرم، فردا میرود به پرواز، فرض کنید به پرواز نمیرسد یا بلیطی رو نمیتونه تهیه بکند یا کار دیگری پیش میاد، به هر صورت غیر ارادی در اونجا بیشتر از اون مدتی که دلش میخواد میمونه. در این صورت در تمام این ایام چنین شخصی حالت مسافر حالت مسافر هست و هم خلاف این کسی که سوال کرده گفته که خونه هم گرفتیم. بله، اون کسی که در یک جای خانه گرفته، یک جای رفته برای مسافرت یا برای سکونت رفته، در اونجا منزلی رو اجاره کرده یا در واقع جایی رو برای سکونت داره و مطمئن است که فعلا چند روزی در اینجا هست، یا فرض کنیم برای دانشجویی هست، برای تحصیل رفته در یک جایی، حداقل برای یک مدت، حداقلش اینه که قبل از اینکه تعطیلات آخر هفته برسد در 1 هفته در اونجا ساکن است. این افراد حکمشون حکم مقیم هست و در اونجا اجازه ندارند که نماز رو قصر بخونند، مگر در صورتی که رفته باشند برای یک کاری
ولو اینکه در اونجا خونه دارن، مثلا قبلا در اونجا خونه گرفته بوده و وطن اصلیش نیست، فقط در اونجا اجاره نشین هست، رفته برای یک کاری و یک سری دیگه رفته منطقه خودش، دوباره برگشته به محل کارش. این سری که اومده نیتش فقط این است که 2-3 روزی بیشتر نمونه، در این صورت مسافره. اما در صورتی که رفته باشه در اون شهر سکونت کرده باشه، منزل گرفته و محل کارش اونجا هست و مطمئن است که بیشتر از 4 روز در این شهر میمونه، در این صورت حکمش حکم مقیم هست. خیلی ممنون از شما. سوال بعدی بیننده که شماره تلفنشون که اسمس دادن آخرش 5748 می باشه این است که آیا دکلره کردن ابرو حرام است یا خیر؟ دوره آرایش. بله، اون چیزی که در نصوص شرعی اومده درباره حرمت گرفتن ابرو، اون گرفتن ابرو یا حالت دادن ابرو و شکل دادن، مدل دادنش هست به وسیله نمس باشه که نامسه و متنمسه در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع مورد نفرین قرار گرفتن و اون تعبیری که در این روایت اومده و روایات دیگر این است که تغییر خلق الله هست. بدین خاطر نمس یعنی چه معناش؟ نمس به معنی کندن مو هست، یعنی گرفتن ابرو هست، به صورت نمس گرفتنش باشه یا به صورت تراشیدنش باشه. اما اگر به موارد دیگر باشد، مثلا به اصطلاح معروفی تشقیر باشد یا یک نوع رنگی باشه که یک مقداری یعنی دیده نشود، نامرئی بشود، دکلره بشود یا هر موردی دیگر، اینها جزء موارد حرام شمرده نمیشوند. حرام قطعی در این صورت نیست. اون چیزی که درباره ابرو حرام هست گرفتن ابرو هست یا کندن ابرو یا تراشیدنش هست. اما این صورتی که شما فرمودید این اشکال شرعی نداره و جایز هست. و همچنین موی صورت رو اگر این به اصطلاح معروف و نامرئی بکنن هیچ گونه اشکالی نداره، رنگی بزنن ما نامرئی بشه هیچ گونه اشکال شرعی هم نداره. اشکال شرعی نداره. خیلی ممنون از شما. سوال بعدی بیننده که آخرش تلفنشون 6449 باشه این است که آیا میشه وقتی که اذان شروع بشه نماز رو خواند؟ همراه اذان نمازم بخون؟ معمولا اذانی که گفته می شود بعد از دخول وقت هست، یعنی تا زمانی که وقت یک نمازی داخل نشده باشد اذان در هیچ جایی گفته نمی شود. وقتی که اذان گفته شد این در واقع اعلامی هست برای نماز و طبعا اعلامی هست برای دخول وقت نماز. به مجرد اذان گفتن هیچ گونه اشکالی نداره، جایز است که انسان در خونه اگر هست خصوصا زنها میتونن نماز بخونن. به مجرد اذان گفتن؟ بله، به مجرد اذان، حتی اگر اذان هم گفته نشود، حتی اگر اذان هم گفته نشد. تصور بکنیم که در یک جای مثلا یک تقویم شرعی وجود داره، خانم ها در خونه مطمئن هستند که ساعت فلان و دقیقه فلان وقت فلان نماز مثلا وارد شده و داخل شده، منتها مؤذن دیر اذان میگه، شاید ربع ساعت، 1 ساعت، نیم ساعت بعدش مثلا اذان بگه. در این صورت ولا این که اذان نگفته باشه جایز هست نماز بخونه و در صورتی که اذان بگوید بال اتفاق این اعلام وقت هست و بعد از اذان متصلا و مباشرتا میتونن نماز بخونند خانم ها، ولو این که جماعت مردان در مسجد هنوز اقامه نشده باشه. بله. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده در مورد این است که من شنیدم ناخن شبها ناخن نمیگیرن، آیا این درسته از نظر شرعی؟ گرفتن ناخن اون گونه که در حدیث معروفی اومده در روایت صحیحین هست، بخاری و مسلم، از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که ایشون میفرماند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند 5 من الفطره، 5 چیز از فطرت هستند، یعنی نشانه فطرت پاک و سرشت پاک انسانی هستند که از این موارد رو ختنه رو نام بردند و گرفتن موی زاید رو و همچنین گرفتن ناخن را و کوتاه کردن سبیل را و این مواردی هست که در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله اینها را جزء علامت‌های فطرت و سرشت سلیم انسانی برشمردند. و در روایت دیگری که در صحیح مسلم هست حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگوید که وقت لنا که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای قص شارب، برای گرفتن موی به اصطلاح سبیل یا گرفتن ناخن و همچنین زدودن موهای زائد بدن، رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما 40 شبان روز رو تعیین کردند. یعنی نهایت فرصتی که انسان داره باید که از 40 روز یا 40 شبانه روز در واقع تجاوز نکنه. گرچه در کتاب فقهی اومده که مستحب هست هر هفته
حداقل این هم ناخن گرفته بشه و هم موی زائد بدن زدوده بشه. این تعیین 1 هفته 2 هفته کمتر بیشتر این بستگی به خود فرد داره. اگر واقعا نیاز داره، احساس میکند که ناخنش مثلا بلند شده یا موی زائد بدنش نیازی به اصلاح داره، وقت اصلاحش وقت مشخصی نیست. منتها در حدیثی که عرض کردم در صحیح مسلم، حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگه که رسول الله به ما این یعنی تهدید کرده، تعیین کرده این وقت رو که بیشتر از 40 روز در واقع نگذرند. این درباره اصل این حکم شرعیش هست. اما در مورد این که در شب یا یک وقتی از شب یا روز یا فلان تاریخ یا فلان زمان و مکان این ممنوعیت داشته باشه، چون این چیزی مصطلحاً وجود نداره. ناخن گرفتن در هر وقت شبانه روز و در تمام روزهای هفته، چه شب باشه چه روز باشه، هیچ گونه و در هر مکانی باشه هیچ گونه مشکل و ممنوعیت شرعی نداره و کاملا و 100% جایز هست. بله، خیلی ممنون از شما. قبل از اینکه به سال بعدی پردازیم، از همکنون شماره تماس بینندگان زیرنویس شده و میتونن که تماس بگیرن بینندگان عزیز. آقای رئیسی از قصرقند پرسیدن که در حالت جنابت ذبح کردن بز و گوسفند چه حکم شرعی داره؟ بفرمایید. درباره جنابت یک نکته رو جا داره که من خدمت بینندگان عزیز من اینو مطرح بکنم. در زمانی که انسان جنوب هست و در حالت ناپاکی هست، هم از این که زن باشه در حالت عادت ماهیانه باشه یا زن و مرد در حالت جنابت باشن، اینها نجاست جسمانی و ظاهری رو ندارند. یعنی نجاستی که هست یک نجاست معنوی و حکمی هست، به این معنی که این فرد اجازه نداره که نماز بخوند یا مثلا قرآن رو دست بزند، یا زنان در این صورت مثلا اجازه ندارند که مثلا روزه بگیرن. این حکمش فقط در این اندازه هست. نجاست ظاهری و نجاست جسمانی در واقع مترتب نمیشه بر جنابت. پس بنابراین انسان در حالت جنابت پاک است. این اتفاق افتاد که در یک روزی رسول الله صلی الله علیه و آله در یکی از کوچه های مدینه می رفتند، یکی از اصحاب رو ملاقات کردند. رسول الله صلی الله علیه و آله سلام کردند، اون صحابی جوابشو نداد. رفتند خونه، دوباره بعد از مدتی دوباره برگشتند، اومدن محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و معذرت خواستند که یا رسول الله ببخشید من به خاطر این جواب شما رو ندادم که در حالت جنابت بودم. رسول الله فرمودند که سبحان الله، مؤمن نجس نمیشه، مؤمن در هر حال پاک هست و این نجاست یک نوع نجاست حکمی هست. یعنی در این زمان انسان اجازه نداره که نماز بخونه، به قرآن دست بزنه، یا زن در حالت عادت ماهیانه و نفاس نمیتونه روزه بگیره یا نماز بخونه. از نظر بدن و ظاهرش هیچ گونه نجاستی مترتب نمیشه و عرقش، لعاب دهانش و در واقع اینا کاملا پاک هستند و به هیچ عنوان نمیشود اینا رو حکم نجاست بر اینها صادر کرد. اما درباره ذبح طبعا هیچ اشکالی نداره. وقتی که یک انسانی ما الان ببینید در مورد یهود و نصارا که اهل کتاب هستند و به این کیفیتی که ما غسل میکنیم و این احکامی رو که ما به عنوان جنابت و طهارت و نجاست در نظر ما هست، برای ما تدوین شده از نظر فقه اسلامی و شریعت اسلام، اینها برای اهل کتاب نیست. اما باز هم الله متعال صراحتا در قرآن کریم ذبیحه اهل کتاب را، با اینکه یهود و نصارا هستند، شاید هم در حالت جنابت باشند که این در واقع حیوانات را ذبح میکنن، اما باز هم الله متعال ذبیحه اونها رو برای ما حلال کرده. پس بنابراین ذبیحه مسلمان به طریق اولا، اهم از این که زن باشه یا مرد باشه. و این درباره ذبیحه بعضی تصور میکنند که برای زنان جایز نیست که در واقع ذبح بکنند و ذبیحه زن شاید مکروه باشه یا اصلا برای زن جایز نباشه، چون این چیزی اصلا وجود نداره. و در روایتی هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله یک کنیزی گله‌ای رو داشتند و یکی از گوسفنداش در حال مرگ بود، برای چراک برده بودند و ایشون در اونجا حتی کاردی هم همراهش نبود. یک سنگی رو شکافت و قسمت تیزش رو برداشت و سر اون در واقع گوسفند رو برید. بعد از این اومدن در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله در شهر که اومدن، مردم اون خانواده می‌خواستند این گوشت رو بخورن. گفت نه، این گوشت رو شما نخورید مگر من برم پیش رسول الله صلی الله علیه و آله اجازه بگیرم ببینید حکمش چی است. اون از این نظر می‌خواست حکمش بپرسه که من با کارد اینو ذبحش نکردم، با سنگ ذبحش کردم، سرش بریدم. رفتن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله و ایشون گفت هیچ گونه اشکالی رو نداره. این رسول الله نفرمودن که چون که کسی که ذبحش کرده زن هست پس بنابراین گوشتش مکروه، حرام، نباید بخورید. هیچ گونه تفاوتی رو نداره. ذبیحه
ذبیحه زن و مرد جایز هست، حلال، هیچ گونه اشکالی رو نداره. و همچنین ذبیحه یک جنابت هم چه زن باشه چه مرد باشه در این حالت اگر ذبح بکنند حلال، هیچ گونه اشکالی رو نداره. و حتی یک مورد دیگری در بسیاری از مناطق هست، بالفرض اینو چی میکنن و چون که در این برخی از مناطق این رواج پیدا کرده، میگن ذبیحه کسی که ختنه نشده حرام، جایز نیست، چون این چیزی هم کاملا مطلقاً وجود نداره. وقتی که انسانی مسلمان هست این ذبیحهش کاملا 100% حلال هست، چه حتی بسم الله گفته باشد و یا حتی بسم الله هم نگفته باشد، باز هم ذبیحهش حلال هست و هیچ گونه اشکالی را نداره. و جالب هست که امام ابن منذر هم در این زمینه اجماع را نقل کرده که یعنی اهل سنت و الجماعت از گذشته و به اصطلاح حال همه اجماع دارند، اتفاق نظر دارند بر این که ذبیحه شخص جنوب هیچ گونه اشکالی را ندارد و کاملا حلال. بله واقعا خیلی ممنون از شما که توضیح مفصلی در این سوال دادین. و خیلی از مشکلات به خاطر اینکه انسان نمیدونه پیش میاد دیگه، وقتی که فهمید واقعا مشکل حل میشه. اگه موافق باشین تماس بینندگان عزیز را بگیریم. اولا بیننده سارا از ایران. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. ببخشید آقای بقار. بله صدای شما پخش میشه، بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید. ببخشید سوال داشتم، سوره تحریم به کدوم چیز اشاره میکنه، به کدوم منصر پیامبر؟ بله خب میشه یکم توضیح بدید در مورد، چون تو شبکه اهل بیت آقای علایانی گفته بودن که این برای حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. انشاءالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. مرسی، ممنون، تشکرم. تماس بعدی رو بگیرین. آقای ابراهیم از تاجیکستان. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. بخش یک سوال دارم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. شخصی که مسافر هستم، شخصی مسافر باید همین نماز سنت را هم بخواند یا نه؟ بله. سوال دیگه دارین؟ بله خیلی ممنون از شما. تماس بعدی رو بگیرین. آقا محمد از ایران. سلام علیکم، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. آقا محمد بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. سلامت باشین. در مورد بله در اون دنیا چند تا درخت خشک میشه جوریه. الو بله بله. سوال دیگه ایم دارین؟ بله سوال شما واضحه، انشالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. بله انشالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. بله که حور بهشت در خب حور بهشت یعنی سوالتون در چه موردیه درباره حور بهشتی؟ سوال باری درباره حور بهشتیه که آیا حور بهشت وجود داره یا نه اینطوری؟ بله انشالله پاسخ دارم. خیلی مختصر انشالله بفرمایید. اینجوری مثلا در دنیا مثلا میگن حور بهشتی داری. بله یک سوال دیگه هم دارم. سوال بعدی هم در مورد چیه؟ در مورد عسله، چشم عسل مثلا چه سوره بخونه خوبه؟ بله انشالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. بیننده بعدی رو بگیرین. منیژه از ماشهر. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشین، بفرمایید.
کسی که مثلا از مسجد صدای اذان نمیشنوه اذان میشنوه از مسجد صدای اذان میشنوه؟ نمیشنوه، از مسجد دور. بله. با خودش اذان بگی یا خودش اذان بگه؟ میشه صداتون یکم واضح تر بکنید چون صدا واضح نیست. الو الو بله سوالتون رو تکرار بکنید، صدا واضح نیست. میگم مثلا من از مسجد دورم، صدای اذان نمیشنوم، با خودم اذان بگم یا میتونم اذان بگم؟ بله بخونم بعد من اذان بگم. سوال دیگه هم دارین؟ نه ممنونم. خواهش میکنم. شیما از هلند، سلام علیکم، بفرمایین. الو سلام علیکم، خسته نباشید. و علیکم السلام، بفرمایین. سلام دارم خدمت جناب استاد ببخشید دهقان. بله. سلام و خسته نباشی میگم و خیلی دوستتون داریم و 2 تا سوال دارم. بله. سوال اولم، من بعد از ماه رمضان تصمیم گرفته بودم که 6 روز بعد از ماه رمضان و 6 روزه بگیرم. بعد بلافاصله بعد از ماه رمضان من عادت ماهیانه شدم، نتونستم متاسفانه. الان فقط 5 شنبه و 2 شنبه ها من اینو روزه میگیرم، ولی آخر روز میشه 28م این ماه. ولی خب 28م باز من به مشکل برمیخورم، به عادت ماهیانه میشه. من چی زمانه میتونم 5 روز گرفتم، 1 روز میمونه، روز آخر 28م که این روز من 28م نمیتونم. من چی زمانه میتونم اینو کامل کنم؟ 5 روز تموم شده، 1 روز دیگه مونده. بله. این سوال اولم. سوال دومم، ما میخوایم مستقیم با استاد تماس بگیریم، چی زمانه میتونیم با ایشون تماس بگیریم؟ انشالله بعد از برنامه میتونین تماس بگیرین. بله فاصله پروگرام شما تموم شد من میتونم تماس بگیرم؟ انشالله. تشکر میکنم از برنامه های خوبتون. سلامت باشین. خدا نگهدار. سلامت باشین. بیننده بعدی رو بگیرین. آقای از ایران، آقا سعید از ایران، سلام علیکم، بفرمایین. سلامت باشین، بفرمایین. من درباره این نماز میپرسیدم که خاطر ما مسافری از افغانستانی. بله. سلام، خسته نباشی، خوبی؟ درباره نماز میخواستیم بپرسین که مسافر هستین. من از افغانستانم، درباره نماز ما میپرسیدم. بله بفرمایین. گفتم که ما 9 ماه به ایرانی 9 ماه 10 ماه اعتبار هم هیچی نداریم، شاید ما رو امروز بگیر یا فردا بگیرن. بله. ما مسافره دیگه، گفتیم این نمازی که لازمی بخونیم، مسافرونو بخونیم یا پاره بخونیم. بله. سوالتون واضحه. سوال دیگه هم دارین بیننده عزیز؟ درباره نماز بپرسید. انشالله. مسافرونو بخونیم یا پاره بخونیم. انشالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. بیننده بعدی رو بگیرین اتاق فرمان. آقا محمد از تهران، سلام علیکم، بفرمایین. سلام. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. سوالی داشتم خدمت استاد. بفرمایین، در خدمت شما هستیم. فقط گفتم برای زیبایی دماغ عمل کردن برای زیبایی جایز است یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ سال بغیر از ماه رمضان تو ماه دیگه هم میشه دیده گرفت؟ یعنی به صورت قضا یا سنت؟ نه کلا. بله انشالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. دست شما در نکنه. خدا سلامت باشید. آقای حسین از اهواز، سلام علیکم، بفرمایین. الو. سلام علیکم، بفرمایین.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ ببخشید سوال داشتیم در رابطه با قرآن، یا سوال فقهی میتونیم سوال کنیم؟ سوالتون بفرمایید ببینیم. خواهش میکنم. در رابطه با قرآن سوره محمد صلی الله علیه و آله میخواستم آیه 24 بله و سوره صاد آیه 29 برای کسایی که مثلا قرآن رو میخونن اما متاسفانه سوره محمد سوره صاد نمیکنن رو، یعنی میخواستم برام توضیح بدین. یکی بعدم در رابطه با مسائل شرعی اجازه هست من سوال کنم؟ بله بفرمایید. زنده باشین. در رابطه با مسائل شرعی، الان کسانی هستن که به حساب در ایران به حساب سیغه رو الان رواج دادن و برای اینکه جلوگیری از فساد انجام بدن مراکزی رو به عنوان سیغه، یعنی همون متعه. بله. آیا این جایز هست جوانان ما حالا چه دانشجو باشن، چه کارگر، چه کارمند، حالا به هر دلیلی چه مسافرت کرده باشن مثلا از استانی به استان دیگه یا از کشوری به کشوری دیگه، آیا اینا اجازه دارن در صورتی که زن دارن برن جای دیگه مثلا زن دیگه رو صیغه کنن یا متعه کنن؟ یا مثلا جوونی که در شهرستان خودش نیست، دسترسی به ازدواج نداره، آیا اگه به شهرستان دیگه بره این کار رو انجام بده این کار غلطیه، کار درستیه؟ یعنی برای اینکه جلوی شهوتشو بگیره به حساب در این از این نظر. الان آخوندهای مثلا مثلا شیعه اینو مجوز دادن، گفتن که ایرادی نداره هر کسی میتونه بره متعه کنه. آیا این متعه اگه داره فرزند شد این فرزندش چه حکمی داره؟ حکم مثلا خیلی عذر میخوام این بچه که به دنیا میاد چه حکمی داره؟ انشالله پاسخ دریافت خواهید کرد بیننده عزیز. آقا حسین ظاهرا خوب زیاد دلتون پره ولی انشالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. آخرین تماس آقا احسان از ایران. سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. لا ولا تتفرقوا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز و کارشناس با ابهت برنامه‌تون جناب آقای مولانا عبدالقدوس دهقان. جناب مولانا من والا یه شبهه‌ای برام پیش اومده که میخواستم از شما جوابشو بپرسم. شبهه درباره فقهیه یا عقیدتیه؟ چون بنای فقهیه. اگر بله بفرمایید. بله حالا نمیدونم بالاخره ساعت دیگه باز در جزاران نتونستم جوابش پیدا کنم. اون هم در مورد رجعته. والا من خیلی تعریف کردم، چند تا سوال داشتم سریع عرضمو تمام میکنم بعد خداحافظی میکنم. یه جایی از قرآن که بعضیا میگن آیه 11 سوره مبارکه غافر که میفرماید خداوند اونجا میفرماید در آن حال کافران گویند پروردگار تو ما را 2 بار میراندی و باز زنده کردی تا ما به گناهانمان اعتراف کردیم، آیا اینک ما را راهی هست که از این عذاب دوزخ بازآییم؟ یعنی 2 بار مردن. این 2 بار مردن رو دلیلی بعضیا بر رجعت کردن میدونن. یه جای دیگه هم هست در سوره مبارکه ارزم حضور شما نمل. خب اینا رو خواهشاً یادداشت کنید. یه دونه 11 غافر بود که گفتم، حالا اینجا آیه 83 سوره مبارکه نمل که میفرماید یومنا از هر امتی یک دسته رو برمی‌انگیزیم. در صورتی که در همون صفحه در همون سوره در آیه 87 می‌نویسه که در آن روز همه این دقیقاً هر که در آسمان و زمین هست همه مدهوش میشوند، سرطانا لرزان میشوند. یعنی آیه 83 میگه یه دستشون رو ما برمی‌انگیزیم، ولی آیه 87 میگه ما همه رو مدهوش میکنیم. این تضاد داره. یعنی از آیه 83 میگن که رجعت رو در آوردن. میخواستم بدونم این رجعت چیه، واقعیت داره نداره، چیه؟ این تشکر میکنم از شما بیننده عزیز. تماس دارن قطع شد صداشون. 10 تا سوال گرفتیم، اگر موافق باشین در استاد یک میان بنا با هم ببینیم و بازگردیم و به پاسخ‌ها رو با هم بشنویم. بینندگان عزیز در اینجا یک میان برنامه کوتاهی میبینیم و باز خواهیم گشت در خدمت شما خواهیم بود.
الحياة يا أرض الحياة ولوحت للنصر بالياسمين وهيأت يا قدس في كل بيت شهيدا يرحب بالقادمين. حبيبة موسى وعيسى المسيح ومسرى ختام الهداة الأمين مباركة أنت عبر الزمان يا قدس النبيين والمرسلين يا قدس النبيين والمرسلين. الحياة يا أرض الحياة ووحد للنصر بالياسمين وهيأت يا قدس في كل بيت شهيدا يرحب بالقادمين. لنا العهدة العمرية فيك رعينا بها الناس دنيا ودين فما مر في الدهر قوم عليك أبر وأوفى من المسلمين أبر وأوفى من المسلمين. أردت الحياة يا أرض الحياة ولوحت للنصر بالياسمين وهيأت يا قدس في كل بيت شهيدا يرحب بالقادمين. تنادينا فينا ليأتي صلاح وتخفق ألوية الفاتحين ويثمر صبر بلاد الكفاح وشعب الكفاح الذي لا يلين. يا معشوقة السنديان العتيق وأرض المصلين والذاكرين قريبا يعود إليك السلام يا قلب فلسطين والعالمين قريبا يعود إليك السلام يا قلب فلسطين والعالمين يا قلب فلسطين والعالمين. جراح الأمة إذك لا تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفلوا بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى حصنا منيعا تتوج هامة السحب السدودا أيا أبناء جلدتنا أفيقوا من الشهوات يكفيكم رقودا. نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. فلتقاتل فدين الله يا قومي يعاني وقد لاقى صدودا وجمودا. فمن منكم يقول بملء فيه أعين الدين يا أهل الجحودا ويصرخ في ظلام الكون هيا أعدوا
عدة الحق وقودا ويصرخ في ظلام الكون هيا أعدوا عدة الحق وقودا. نعم قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. نعم قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما عزیزان گرامی. جناب استاد سوال بینندگان را شنیدیم و الان انشالله پاسخشان را از شما دریافت خواهیم کرد. سال اول بیننده خواهر گرامی سارا از ایران بود که فرمودند که سوره تحریم به کدام همسر پیامبر اشاره کرده؟ سوره تحریم به صورت کلی آغاز این سوره که خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، این در واقع نشان این هست و بیانگر این مطلب هست که امکان دارد رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در زندگانی دنیوی خودشون دچار اشتباه یا خلاف اولا بشن. و منتها تفاوتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با غیر ایشون دارند این هست که اشتباه و خطای رسول الله صلی الله علیه و سلم ماندگار نیست. حتی رسول الله متعال اینو در واقع اصلاح میکنن اون گونه که در این سوره خداوند متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در واقع در این زمینه این مطلب رو برایشون بیان کردند و خطایشون رو اصلاح کردند. یا موارد دیگری مانند سوره عبس اومده درباره گرفتن فدیه از اسرای بدر و موارد دیگر، و این هم یکی از این موارد هست که در واقع خطای رسول الله صلی الله علیه و سلم ماندگار نمیشه و قطعا خداوند متعال اونو اصلاح خواهد کرد. و این سوره در مورد یکی از کنیزان رسول الله صلی الله علیه و سلم به نام ماریه قبطیه رضی الله تعالی عنها نازل شده و این مطلب تحریم و جریانی بوده که ایشان رسول الله صلی الله علیه و سلم میرفتند پیش ایشون. در این مورد اومده یا درباره این که بنابر تفسیر دیگر درباره این که رسول الله صلی الله علیه و سلم عسلی رو خورده بودند و اون عسل رو حرام کردند. اینها دو قول متفاوت از در این زمینه که علما در این زمینه اینو تفسیر کردند و تعدادی از همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم چون که رسول الله میشه بعد از نماز عصر میشه تمام همسران خودشون رو میرفتند و در واقع سر میزدند و ملاقات میکردند همه اونها رو. در برخی از موارد رسول الله صلی الله علیه و سلم تأخیری بیشتری داشتند به خاطر خصوصا در نزد حضرت زینب رضی الله تعالی عنها که این یک عسلی می نوشیدن اونجا معمولا و این باعث شد که برخی از همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم مانند حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها این مقدار احساس در واقع ناراحتی بکنه چرا در منزل ایشان بیشتر میمونه. ولی این اتفاق افتاده و رسول الله صلی الله علیه و سلم این مطلب درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم و بنابر رأی غالب هم این درباره حضرت ماریه هست و همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت عایشه و حفصه رضی الله تعالی عنهما بود. ولی دشمنان صحابه و امهات المؤمنین از این آیه ها و حتی از این چیزایی که واقعا رخ دادم
استفاده میکنن و برای حمله کردن به این بزرگواران. در هیچ جای این قرآن کریم، نه در این سوره و نه در سوره های دیگر، جایی که در واقع به همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم که بیان مذمت اونها باشه یا بیان مواردی از به قولی که ادعا میکنند کفر و نفاق ایشون باشه، در هیچ جای قرآن یا در سنت رسول الله صلی الله علیه و در تاریخ هم چنین چیزی ثبت نشده و چنین چیزی وجود نداره. خیلی ممنون از شما. آقای ابراهیم از تاجیکستان پرسیدن که آیا شخص مسافر میتواند نوافل بخواند، نمازهای سنت بخواند؟ بس درباره نماز سفر، یعنی اساساً اون خود نماز سفر رو خداوند متعال در هنگامی که انسان مسافر هست نمازی رو که در حضر میخونند، در حالت اقامت میخونند، 2 رکعت قرار داده که از نظر ترتیبش این بوده که اساساً نماز 2 رکعت نازل شده و منتها در حالت حضر و در حالت اقامت 2 رکعت دیگر بر اون اضافه شده و 4 رکعت شده و نماز مسافر بر همون اصل خودش باقی مانده. اگر مسافری واقعا یعنی اختیار خودش رو دارد، اگر میداند که میتواند نماز سنت رو بخواند و علاقه دارد میخواهد که نماز سنت رو بخواند، هیچ گونه ممنوعیتی وجود نداره. اما اگر نخواند مسافر در حالت سفر، اگر نماز سنت رو نخواند، هیچ گونه گناهی و هیچ گونه معصیت و خطایی رو در واقع مرتکب نشده و کاملا این عملش یک عمل درستی بوده. رسول الله صلی الله علیه و بسیاری از صحابه در سفر عادتشون این بوده که فقط همین 2 رکعت نماز فرض رو میخونن، برخی از نماز سنت رو نمیخوندن. اما این به معنی این نیست که یعنی جایز نیست برای مسافر که نماز سنت بخواند، این به اختیار خودش برمیگردد. اگر میخواهد نماز بخواند خب آزاد هست و جایز هست نماز بخونه، اما اگر نمیخواد، عجله دارد، میخواد که برود، هیچ گونه اشکالی نداره و که نمازهای سنت رو ترک بکنه. شیخ آیا اجازه داره که در وقتی که سوار ماشین شده حال حرکت هم بخونه سنت؟ نه، در برخی از موارد، یعنی برخی این در واقع نماز سنت رو بسیار سخت گرفتن، خصوصا در راهایی که مثلا برخی از ماشین هایی که عمومی هستن تمام مردم نماز خوندن تمام کردن، فرض کن یک نفری داره مشغول نماز نفل و نماز سنت است، در اینجا دیگه هیچ گونه موردی رو نداره. این خلاف دستور اسلام و خلاف مقاصد شرعی هست در چنین موارد. و نمازهای نافله رو به صورت کلی، نمازهای نافله اهم از این که نماز سنت باشه، سنت بعد از نماز باشه، یا سنت یا به صورت کلی نفل مطلق باشه، در حالت سواری هم جایز هست، هیچ گونه اشکالی رو نداره، ولو این که رو به طرف قبله نباشه. به هر طرفی که به اصطلاح سواری هست، این ثابت شده از عمل رسول الله صلی الله علیه و اصحاب ایشون که وقتی که بر مرکب سوار میشدن به هر طرفی که رخ بود به همون طرف نماز نافله میخوندن با اشاره. این جایز هست، هیچ گونه اشکالی هم نداره. جزاکم الله خیر شیخ. آقا محمد از ایران پرسیدن که اذکار مثل سبحان الله، لا اله الا الله گفتن ثوابش در بهشت میگن که یک درختی براش کاشته میشه، درسته؟ بله، این روایتی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم در سنن ترمذی و موارد دیگر هم نقل شده از حضرت جابر رضی الله تعالی عنه است که در نص روایت اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من قال سبحان الله و بحمده غرست له نخلة فی الجنه، هر کسی که این ذکر رو بخونه که سبحان الله و بحمده، در مقابل هر مرتبه تکرار این یک نوع در واقع یک درختی برایش در بهشت کاشته می شود. یا درباره اذکار دیگر هم این تعبیر اومده که یک نخلتون، که نخلی برایش در بهشت در واقع کاشته می شود. این بیانگر ثواب اعمال هست، یعنی شما با ذکر کردن با سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله و اذکار دیگر در واقع بهشت خودتون رو آباد میکنید و بهشت مجموعی هست از یک جای بسیار سرسبز و با درختان و ناز و نعمت هایی که الله متعال برای بندگان مؤمنش در واقع فراهم کرده و هر چند که انسان در دنیا نماز و روزه و اذکارش بیشتر باشد، قطعا به همان اندازه در بهشت ناز و نعمتش و راحتیش بیشتر خواهد. بله، شما سوال بعدیشون در مورد حور عین که در بهشت هست برای انسان ها. بله، این هم جزء نعمت های بهشتی است که در قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و به اون اشاره شده و یک واقعیتی هست که مسلم هست در تاریخ. بله، شما و اینکه عسل در قرآن شفاست. عسل هم در قرآن یعنی شفا هست و هم در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده و در واقع منافعی برای عسل بیان شده و هم طب امروزی هم این مطلب را ثابت کرده که عسل کاربرد برای شفا بسیار کاربردهای متفاوتی رو داره و حتی در یکی موارد اومد که یک شخصی اومد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی از اصحاب، و ایشون رو توصیه کردند که
برود عسل بخورد برای بیماری که داشتن و نهایتا اون این عسل رو استفاده کردند و خوب نشدند و دوباره برگشتن. ایشون فرمودند که خداوند متعال راست گفته و کذب بطن اخیک، شکم برادر دروغ گفته. در واقع حتی مورد دیگری بوده، اون مریضی که شما احساس می‌کردی اون مورد نیست. پس بنابراین این ثابت است هم از قرآن و احادیث رسول الله و از سنت گرامیش. خیلی ممنون از شما. خواهر گرامی منیژه از ماهشهر پرسیدن که مسجد از ایشون دور از خونشون و صدای اذان رو نمیشنون، آیا باید خودم اذان بگم یا وقتی که وقت نماز داخل شد نماز بخونم؟ در یک جایی که در شهر هستند و اذان گفته می شود، مسجدی وجود دارد و اذان گفته می شود، لازم نیست که ایشون صدای اذان را بشنوند. یعنی فقط این که مطمئن باشه در این شهر اذان گفته شده، ایشون میتونند بدون اذان در واقع نماز بخونند و هیچ گونه اشکالی رو در این زمینه نداره. منتها اگر انسانی در سفر هست یا در جایی هست که اساساً اذانی مطمئن هست گفته نمی شود، اولاتر و بهترین است که اذان بگوید و بعد از اذان نماز بخواند. اما اگر در شهر است در مسجد اذان گفته میشه منتها ایشون نمیشنوند، نیازی برای اذان گفتن نیست. بله، خیلی ممنون از شما. خواهر گرامی شیما از هلند پرسیدن که بعد از رمضان تصمیم گرفتم روزه سنت شوال بگیرم، اما عادت شدم و الان فقط پنجشنبه و دوشنبه روزه میگیرم و در ماه شوال فقط میتونم 5 روز روزه بگیرم. آیا میشه بعد از شوال درباره نماز روزه دوشنبه و پنجشنبه روایت اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که در این 2 روز در واقع روزه گرفتنشون سنت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در این 2 روز اعمال بنی آدم در واقع تقدیم می شود به بارگاه خداوند متعال و من دوست دارم که عملم در حالی به نزد الله متعال برود که من در حالت روزه باشم. روزه گرفتن دوشنبه و پنجشنبه یکی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و ایشون هم حتما می‌خواستند که 2 تا فضیلت رو در یک جا داشته باشند، هم روزه پنجشنبه و جمعه رو که یک فضیلتی رو دارد و اعمال در واقع تقدیم میشه به حضور خداوند متعال و همین که روزه 6 روز شوال رو گرفته باشند. خب تا جایی که ایشون امکان داره روزه رو بگیرن دوشنبه و پنجشنبه هیچ گونه مشکلی وجود نداره بنا به تأخیری که پیش اومده، چون که روزه شوال رو میشود که با تأخیر هم انجام داد، یعنی با فاصله باشه، یک روز روزه بگیره چند روز رو استراحت بکنه بعد روزه بگیره، هیچ گونه اشکالی وجود نداره. اما نهایتا ایشون وقتی که نمیرسند به روز آخرش یک روز کم میارن، لازم نیست که اینو حتما صبر بکنند که پنجشنبه دوشنبه بشه، یک روز دیگر سه شنبه رو، چهارشنبه رو، جمعه رو یا هر روز دیگر از ایام هفته رو روزه بگیرن، حتی پشت سر هم باشه هیچ گونه اشکالی نداره و کاملا جایز هست. لازم نیست که حتما دوشنبه و پنجشنبه باشه. قبل از این که ایشون دچار مشکل بشن یک روز دیگری رو باید روزه بگیرن. بله، جزاکم الله خیر. سعید از ایران که ایشون گفتن من افغانی هستم، مسافر هستم در ایران و چندین ماه در ایران هستم، آیا باید نماز قصر بخونم؟ ایشون وقتی که در یک جای سکونت دارن تفاوتی رو نداره که برای تجارت رفته باشن، برای کار رفته باشن، برای تفریح رفته باشن، وقتی که مطمئن هست که من یک ماه کمتر بیشتر، من گونه که من قبلا عرض کردم بیشتر از 4 روز در یک جایی سکونت دارد و این تصمیمش هست و محل کارش هست، خوندن نماز سفر برای ایشون جایز نیست و ایشون مقیم هستن در اون جایی که محل کارشون هست و خصوصا که برای چند ماه در اونجا میمونند مقیم هستن و نماز رو باید به صورت کامل بخونن. جزاکم الله خیر. آقا محمد از تهران پرسیدن که آیا اجازه هست برای زیبایی انسان دماغ خودش رو عمل کند، یعنی عمل زیبایی بینی چه حکمی دارد در شرع؟ در مورد زیبایی این در واقع یک تعریف مشخص و در واقع مورد قبول همگان که قابل تغییر نباشه این وجود نداره. زیبایی که امروزه از اون تعبیر میشه بستگی به نوع مدلی داره که امروزه در جامعه ما مدل شده. امروز یک شکل دیگری از دماغ در واقع مدل هست و معیار زیبایی شمرده می شود، فردا این مدل عوض می شود، مدل دیگه هست یا موارد دیگر. و اگر واقعا دماغ یک انسانی مادرزادی و به صورت طبیعی زشت باشه و بیش از حد در واقع معمول باشه یا یک نوع انحرافی رو داشته باشه، از نظر شرعی جایز هست که عملی رو انجام بدن برای دفع این در واقع یک نوع بیماری شمرده می شود و این نخیصه رو میتونن برطرف بکنن. اما مطلقاً فقط و فقط به خاطر اینکه شکل دماغشون عوض بشه، مدل دیگری دماغشون رو در واقع جلوه بدن و فقط به خاطر زیبایی، این جایز نیست و جز موارد تغییر خلق الله حساب میشه. بله، خیلی ممنون از شما.
سوال دیگری که شون کردن در مورد روزه بود که آیا به جز رمضان، روزه رمضان، روزهای دیگری هم وجود داره؟ روزه فرض غیر از رمضان وجود نداره. روزه فرض فقط ماه مبارک رمضان هست. بعد از ماه مبارک رمضان روزه‌ای که بیشتر بر اون تاکید شده، منتها تمام این روزها روزهای سنت هستند. روزه عاشورا هست، رسول الله صلی الله علیه و آله روزه گرفتن و دستور دادن صحابه را که روزه بگیرن و حتی در سال آخری که از دنیا رفتن اشاره کردن اگر من زنده باشم سال آینده نهم و دهم هر دوتا رو روزه میگیرم، به خاطر اینکه یک نوع تفاوتی باشه در میان عمل مسلمانان و عمل اهل کتاب. این هم نهم را هم و دهم را، یا اینکه دهم و یازدهم را ماه ذوالحجه رو با هم محرم رو در واقع روزه بگیرند که در این صورت جایز هست. ماه در واقع عاشورا رو دهمش باشه، نهم و دهم، یا اینکه دهم و یازدهم رو با هم روزه بگیرن. غیر از این روزه های دوشنبه و سه شنبه مسنون هست روزه گرفتنش و همچنین روزه های 3 روز از هر ماه هم جایز هست روزه گرفتنش که تعبیر میکنن به ایام بیز، یعنی 3 روز وسط ماه. و همچنین در ماه شوال که ماه شعبان که قبل از رمضان هست تاکید شده برای روزه گرفتن و رسول الله صلی الله علیه و آله روزه میگرفتن. این مواردی از تمام این روزه ها جز روزه های سنت هست. این اگر کسی میخواد که این روزه ها رو روزه بگیرد از نظر شرعی جایز هست و تمام سال جایز هست. منتها این روزه ها یک نوع برتری دیگری رو داره که در واقع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. خیلی ممنون از شما. حسین از اهواز در مورد آیه 24 سوره محمد و درباره سوره صاد توضیح می‌خواستم. این آیات درباره تدبر درباره قرآن هست و این واقعا یک حکم شرعی و عقلانی هست. وقتی که خداوند متعال این قرآن رو بر ما نازل کرده، گرچه صرفاً تلاوت این قرآن و بدون از فهم معنی، این خودش یک نوع تعبد هست و قرائت نماز در قرآن بدون فهم معانی یک نوع تعبد هست و یک نوع اجر و پاداش خاصی رو داره. اما اون چیزی که از ما مطلوب هست فهمیدن قرآن هست، تدبر در آیات قرآن هست، تدبر در معارفی هست که در قرآن در واقع خداوند متعال برای ما نازل کرده و ما از نظر شرعی مکلف هستیم که قرآن رو تدبر بکنیم، در قرآن رو بفهمیم و بر آن عمل بکنیم. در سوره محمد در آیه 24 خداوند متعال خطاب به درباره منافقان این در واقع آیه رو فرمودند افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، که این منافقان چرا قرآن رو تدبر نمی‌کنند در قرآن، یا اینکه دلهای اونها در واقع قفل زده شده و گره خورده. پس بنابراین انسانی که میخواد قرآن را بفهمد، میخواد بر قرآن عمل بکند، چاری جز این ندارد که معنی قرآن رو باید یاد بگیرد و در آیات و معانی قرآن و معارف قرآنی باید تدبر بکند. بله واقعا دیگه. خیلی ممنون از شما. سال بعدی ایشون در مورد صیغه بود. گفت کسانی هستن که در ایران صیغه را رواج میدن و مراکزی رو قرار دادن که جوونا را جذب کنن به طرف این مراکز برای صیغه. این متاسفانه یکی از معضلات جامعه امروز ما هست در ایران و یکی از مشکلات اجتماعی واقعا که مشکل شده برای مردم ایران از نظر دینی و اخلاقی. روز به روز متاسفانه شاهد یک نوع تنزل و افتی هستیم و متاسفانه در جامعه ما بسیاری از افراد با یک عنوان و انگیزه دینی هم این فساد اجتماعی رو در داخل ایران متاسفانه دامن میزنن و این گونه‌های مختلفی و انگیزه میدن به جوانان که دچار این فساد بشوند. خب این همون گونه که یک پسر نیاز جنسی و شهوانی داره، دختر داره، همون گونه یک شخص متأهلی به تعبیر ایشون وقتی که به مسافرت میره نیاز جنسی داره و خانم این فرد هم وقتی که در منزل هست شوهر جنس هم نیاز به جنسی داره. اگر واقعا این یک معیار باشه که هر کسی نیازی داشت باید به یک صورت اونو ولو اینکه به حرام باشه اینو در واقع به یک نوع اینو باید ارضا بکنه، پس بنابراین نه اخلاقی میماند، نه دینی میماند، نه نسبی باقی میماند و این معضلات بزرگ اجتماعی که متاسفانه در برخی از شهرها و مناطق ایران وجود داره، اینها قطعا پیامدهای چنین تبلیغات سو و چنین در واقع حکم غیر شرعی هست. بله واقعا دیگه. اتاق فرمان شماره تماس بینندگان را زیرنویس بکنین تا پیام ها را تماس ها را دریافت کنیم. سوال بعدی آقا احسان از ایران بود که ایشون یک سوالی کردن و شبهه فقهی گفت داشتم
که حول و حوش بعضی از آیات قرآن بخصوص آیه سوره غافر بود. اگر میشه در مورد این آیه توضیح بدید. آیه 11 سوره غافر. ولی درباره این که ایشون بحثشون درباره سوره درباره رجعت بود، ایشون فکر کنم که مطلبی ایشون اشاره کردن که امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، دو بار مردن. بله، درباره رجعت تمام در واقع اهل سنت و الجماعت بالاتفاق چنین عقیده رو مطلقاً ندارن و این عقیده رجعت نه از قرآن ثابت هست و نه از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و گفتار اهل بیت ایشان. و متاسفانه این جریان رجعتی که شیعه به اون معتقد هست یک معالم مشخصی رو نداره و معتقد هستن رسول الله برمیگرده، حضرت علی برمیگرده، 12 امامشون برمیگردن، حتی مهدی که فعلا نیست اومده رفته، دوباره میگن میاد و دوباره میمیرد، دوباره رجوع میکند. یک موردی هست که در واقع با مذهب شیعه اعتقاد نداره که مهدی مرده الان، که نه به هر صورت رجعتی هست، ایشون هم یک نوع رجعتی هست و بعد از این حتی که معتقد هستند بعد از این که مهدی از دنیا برود و بمیرد دوباره بازم رجعت میکند. یعنی این موارد هست و جالب است در این زمینه جناب آیت الله محسنی در این زمینه کتابی رو در نقد کتاب بهار الانوار وقتی که نوشتن به بحث رجعت وقتی که میرسند، خب شیعه معتقد هست که همه برمیگردند، هم علی برمیگرده، هم رسول الله برمیگرده، هم ائمه برمیگردند. در اونجا یک سوالی رو مطرح میکنه، میگه خب وقتی که همه برمیگردن در اون وقت خب امامت به کی میرسه؟ خود رسول الله هم هست، علی هم هست، بقیه ائمه 12گانه شما همه هستن، اینجا امامت به چه کسی میرسه؟ همه امام میشن یا این که برخی از اونها امامتشون باطل میشه؟ این با معیارهای عقلی هم که بخوایم اینو بررسی بکنیم واقعا یک چیز سازگاری با فکر و در واقع عقل انسانی هم نیست. اما آیه که ایشون اشاره کردن در سوره غافر، ربنا امتنا سنتین و احییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، این درباره جهنمیان هست و در آخر این آیه صراحتاً این در آیه این اشاره شده که فهل الی خروج من سبیل، آیا جایی برای خروج هست؟ یعنی در روز قیامت وقتی که این کفاری که در جهنم افتادن آرزو میکنند کاش که ما دوباره به دنیا میرفتیم تا میتونستیم گذشته خودمون رو جبران بکنیم. اگر واقعا رجعتی رخ میداد و مسلمانان یا غیر مسلمانان دوباره به دنیا برمیگشتند و فرصتی بود برای این که اون گذشته خودشون جبران بکنند، پس جهنمیان چون این ادعایی رو در واقع نمی‌کردند. اما در مورد آغاز این آیه که در اینجا خداوند متعال از زبان این جهنمیان میگه خدای تو دو بار ما را در واقع موت نصیب کردی و دو بار ما را زنده کردی، دو بار ما را زنده کردی و دو بار ما را میراندی. این عموم مفسرین نظرشون این است که یکی همین اشاره به عدم انسان هست، وقتی که انسان معدوم هست خداوند متعال اینو زنده میکند، پس بنابراین این یک عدم و یک موت شد. یعنی موتی که فعلا برای انسانایی که وجود ندارن این در واقع همون موت هست، دوباره خداوند اینو زنده میکند، زندگانی اول است، بله از نیست به هست آورده، پس بنابراین این به معنی از این که از مرده اینو دوباره زنده کرده باشه و بار دیگر خداوند متعال دوباره اینو میمیراند و دوباره در روز قیامت دوباره اینو زنده می‌کند. اقوال دیگری هم هست در این زمینه که اقوال ضعیفی هستند درباره زندگی که در مرگ هست، دوباره رو به بدن برمیگرده، برخی اینو راجع به این مطلب دونستن، اما عموم مفسرین اهل سنت و جماعت اینو راجع به همین دو حیات و به همین دو موت می‌دونن و بعد از این که این موت در واقع صورت بگیرد هیچ گونه رجعتی نه برای مسلمان امکان داره و نه برای کافر. اگر کسی نیاز به رجعت داشته باشه، خب کافر بیشتر نیاز به رجعت داره که بیاد در دنیا چون که قبلا زندگیش رو به تباهی گذرانده، به گناه گذرانده، دوباره برمیگشت اون دوباره در واقع یک نوع تلافی بشه برای زندگانیش. در ادامه آیه خداوند متعال صراحتا اینو نفی میکنه و که اینها کافران ادعا میکنند و تقاضا میکنند که فعل الی خروج من سبیل، اما جواب این است که خروجی و راه بازگشتی به دنیا دوباره وجود نداره. جزاکم الله خیر شیخ. اگه موافق باشین تماس بینندگان رو دریافت کنیم. جلال از اهواز، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر عزیز. مولانا بهزان. سلام علیکم. ببخشید من سوال شرعی دارم در مورد پدرم. بله. البته در مورد پدرم یه سوال شرعی دارم، حکمش نمیدونم چیه. الان بفرمایید. عرض به خدمت شما، من پدرم در حال ظاهر که ما میبینیم
یعنی واقعا هم خیلی خیلی در ما ظلم کرده و ظلم میکنه خیلی هم. یعنی از زمان بچگی تا الان که تمام فرزنداش هم جدا نشستن، یکی مثلا خارج فرار کرده، یکی تهران کار میکنه، یکی یعنی هیچ 6 تا فرزند داره، هیچ کدومش تو خونش نیست. یعنی از ظلمی که خونه در حقشون کرده. برادر عزیز اگه میشه سوال رو به صورت مختصر بگین چون بینندگان دیگه هم پشت خط هستن و من ممکنه بعد از برنامه زنگ بزنم که حداقل جوابم درست بگیرم. سوالتون مطرح بکنید ولی میگم به صورت مختصر اگه میشه. من بهتون میگم یعنی خیلی خیلی ظلم کرده با ما. بله. الان در نهایتی رسیده که پدرم تو شهر میشینه، ما هم از نداری، یعنی هیچ نداری اومدیم تو تقریبا 20 سال تو شهر نشستیم. قبلا تو روستا بودیم، بعد 20 سال رفتیم تو شهر. بعد از تو شهر الان من و برادرم اومدیم ازدواج هم کردیم، فرزند هم داریم. اومدیم تو روستا تو خونه قدیمی درستش کردیم نشستیم. در احوال این که ما با پدرم کشاورزی میکنیم، یعنی کشاورزی رو با ما داده در مثل انسان غریبه، یعنی چطوری به انسان غریبه داره ما قرارداد نوشته. اومدیم تو خونه تقریبا خرج دار و ندارمون رو خرج کردیم تو روستا نشستیم. الان پدرمون میاد بهونه میگیره تا چند روز پیش عموم فرستاده، میگه من میدادمشون بیرون و شکایت میکنم بهشون و از طریق دادگاه میدادمشون بیرون از خونه و نمیذارمشون کار بکنن. بله. ما هم میخوایم ببینیم حکم خدایی چی، ما چی میتونیم بکنیم، راه حلمون چیه، میتونیم در مقابلش بیستیم، میتونیم آیا باش در مقابلش بیستیم و حقمون رو بگیریم. انشالله پاسخ دریافت خواهید کرد بیننده عزیز. سوالتون واضحه، انشالله پاسخ دریافت خواهید کرد. خیلی ممنون از شما. مریم از ایران، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. ظاهرا تماسشون قطع شده. تماس بعدی رو بگیرین اتاق فرمان. آقا محمد از نروژ، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. خدمت برادر عزیز و گرامی بزرگوار ما عبدالقدوس دهقان. بله. یک سوال خدمتتون داشتم. بفرمایید. سوال ما از این قرار است که خانم‌ها هم میتونن که در موقع وقت نماز اذان بگوین؟ یک سوال. بله. سوال دیگر ما این که مثلا در نماز ما به موقعی که بس تو رکوع سجده هستیم الله اکبر میگیم، باز الحمدلله را که میخوانیم بعد از سوره دیگر باز به رکوع میریم الله اکبر میگیم. بعضی ها میگه الله اکبر نگوین، بگوین الله اکبر. الله اکبر و الله اکبر فرقش چی است؟ در این کدام مشکل است در قسمت نماز؟ بله، سوالتون واضحه انشالله. بله. الله اکبر، الله اکبر. بله. میگن که ما مثلا بعض موقع میخواندیم الله اکبر در وقت رکوع میریم یا سجده میکنیم، اونا میگن که نه شما الله اکبر بگوین. چی مشکل است در این بحث؟ یعنی منظور که الله نگین به این صورت دیگه، الله اکبر. میگن الله اکبر بگوین. بله. الله اکبر، یعنی به صورت ساکن نباشه. الله اکبر. خیلی ممنون از شما. همیشه ما پروگرام های شما را تماشا میکنند، در هر جای مسلمان ها بسیار مستفید میشیم از پروگرام های شما و شما را همیشه دعا میکنیم در نمازهای خود و بعد از نمازهای خود دعا میکنیم بر شما. بله. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از شما، خیلی ممنون. خواهر مریم از اصفهان، سلام علیکم، بفرمایید. الو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. یه سوال داشتم. بفرمایید. سلام علیکم. اگه میشه صدای ما را از تلفن بشنوین. حالتون خوبه؟ سلامت باشین، خیلی ممنون.
صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. در خمس میخواستم از حاج آقا سوال کنید. در مورد خمس میخواستم ببینم چی تو قرآن بیان نشده. بله. میخواستم سوال کنید خمس چجوریه، به کیا تعلق میگیره؟ بله خیلی ممنون. انشالله پاسخ دریافت خواهید کرد. سوال دیگه هم دارین؟ بیننده بعدی رو بگیرین. امیر از ایران. سلام علیکم، بفرمایید آقا امیر. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سوال حق هست؟ بله بفرمایید، صدای شما داره پخش میشه. سوالتون رو مطرح بکنید بیننده عزیز. من شبکه سوال حق هست؟ بله برادر عزیز، صداتون داره پخش میشه و شما صداتون داره پخش میشه، منتظر سوال شما هستیم. باشه، گفتم یه سوالی داشتم. من چیز از سوالی داشتم. بله بفرمایید. باشه، این سوال من است که از تلویزیون از عربستان، مثلا از عربستان نماز میخوانه در وقت نماز خواندن، اینجا نیت کنی نه در پشت تلویزیون نیت کنی میشه نماز نمیشه؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ بیننده بعدی آقای صابری از ایران. سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقا، خسته نباشین. سلامت باشین. میخواستم راجع به زکات سوال کنم که زکات به اعضای خانواده مثلا به خواهر یا برادر تعلق میگیره، مثلا که از یه مادر نباشه دایچه باشه؟ یعنی خواهر ناتنی، یعنی خواهر باشه ولی از یه پدر مادر نباشه؟ بله. بله. مثلا اصلا زکات به طور کل به کی تعلق میگیره؟ هم فامیل نزدیک آدم تا به کیا تعلق میگیره؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ دستون درد نکنه. ممنونم. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. بیننده بعدی آقای میلوفر از لندن. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. ظاهرا تماسشون قطع شد. آقا نوروز از تاجیکستان. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. من یک سوال داشتم. اگر میخواستم دونم آیا اولی کذاب دجال آیا زنده است یا اینکه بعدا تولد میشود؟ آیا دجال آیا زنده است یا اینکه بعدا تولد میشود؟ باشین، سوالتون واضح نیست، اگه میشه دوباره تکرار کنید. دجال آیا زنده است در حیات است یا که بعدا در آخر زمان دجال منظورتونه؟ بله. بله. سوال واضح شد؟ سوال دیگه هم داریم بیانده عزیز؟ نه. بله. خواهش میکنم. بیانده بعدی رو بگیرین. بیانده از آلمان. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. استاد محترم، 3 سوال داشتم، اگه جواب بدین خوشحال میشم لطفاً. به صورت مختصر بگیم بیننده عزیز. بله. چون بیننده دیگران پشت خط هستن. بله. سوال اول این است که یکی از مولوی صاحبای این مساجد ما میگن که سوره فاتحه واجب است. اگر کس ترک میکنه مثلا میتونه سجده سهو کنه. میخواستم بفهم که آیا فرض است یا واجب؟ یک سوال. و سوال دوم است که کسی که کلمه حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله است که کسی که با کلمه لا اله الا الله از دنیا میره و شرک ناورده آخر او در جنت میره. سوال اینجاست که وقتی که یک نفر که کلمه لا اله الا الله را میگه و این نفر نماز نمیخونه
باز حدیث دیگر داریم که میگه کسی که نماز نخونه فرق بین کفر و مسلمان نماز خواندن است. اگر جواب بدین لطفاً. و سوال سوم حضرت محمد صلی الله علیه و آله میگن که پیغمبر اول و آخر بود. این خب برای من معلوم است که پیغمبر آخر بود، اما اول هم میگن به خاطر که مثلا حضرت آدم علیه السلام وقتی که از جنت بیرون شدن. یعنی چه کسی پیغمبر اول و آخر بود؟ خود رسول الله؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله میگن. و دلیلشان هم این است که میگن که وقتی که حضرت آدم علیه السلام از جنت خارج شد 360 سال توبه کشید و توبهش پذیرفته نشد تا وقتی که بر روی حضرت محمد صلی الله علیه و آله آیا همچون سخن صحیح است یا خیر، و آیا ما میتوانیم که بگوییم بر روی پیامبرت مثلا اگر دعای بخوایم از الله سبحانه و تعالی همچون سخن رو استفاده کنیم؟ اگر جواب بدین خوشحال میشیم. بله خواهش میکنم. خیلی ممنون. زنده باشین. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بیننده بعدی رو بگیریم. خب آقا اسماعیل از تهران، سلام علیکم، بفرمایین. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایین. دو تا سوال داشتم از آقای خان. بله بفرمایین. یکی که خوندن مثلا نماز جمعه برای زن تو مسجد حکمش چیه؟ بله. بعد سوال دوم اینه که دوباره مثلا همون خوندن نماز مثلا برای زن، مثلا یه مسجدی که مثلا نباشه، مثلا دارید ماشین تو خیابون میدیم، مثلا یک بغل یه جا مثلا پارک کنید، بله، مثلا خوندن نماز برای زن مثلا اونجا چه حکمی داره؟ خلاصه متوجه جای مثلا داریم میریم جایی مثلا نماز جایی نیست. خواهش میکنم. خداحافظ. تماس آخرین تماس بینندگان رو نیز وصل بکنین. آقا محمدی از تهران، سلام علیکم، بفرمایین. الو سلام جناب، من محمدی هستم از تهران. میخواستم بله بفرمایید. با این خمس سوالی کنم. بله بفرمایید. من خواستم این خمس اصلا چیه؟ من خودم شیعه اثناعشری هستم، ولی یکی از شیعه های واقعی. میخوام اولا یه سلامی خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان داشته باشم که وقتی چهره آدم میبینه یادی از اون زمان پیغمبر میفته که چه واقعا قیافه رو آدم وقتی میگه آدم نگاه میکنه به قیافه ها. بینندگان عزیز، در اینجا یک میان برنامه با هم میبینیم و انشالله باز خواهیم گشت و پاسخ ها را از استاد خواهیم شنید. موفق باشید. وصال حق گامی در راستای بیداری. او ذاتی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر سایر ادیان غالب و پیروز بگرداند، اگرچه برای مشرکان ناخوشایند باشد. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. جناب استاد، سال اول بیننده در مورد آقای جلال بود که گفتن که پدرمان به کل فرزندانش ظلم کرده و از کودکی، و الان هم که بزرگ شدیم برای در مزرعه داریم کار میکنیم در روستا در مقابل دریافت مزد، ولی ایشون به ما ظلم میکنه و حتی در خونه که زندگی میکنیم نیز گفته که ما را از خانه بیرون میکنه. آیا ما چه برخوردی با او بکنیم؟ یعنی حکم از نظر دینی ما چطور می‌دونیم با این پدر برخورد بکنیم؟ از نظر شرعی واقعا یک حقوق متقابلی در میان پدر و فرزندان وجود داره، پدر و مادر و از طرف دیگر فرزندان. همان گونه که پدر بر فرزندان حق دارند، به همین نسبت فرزندان هم بر پدر و مادر واقعا حق دارند و تضییع حقوق فرزندان و عدم عدالت در میان فرزندان جزء گناهانی هست و جزء حقوقی است که الله متعال برای فرزندان علیه پدر در واقع اینها را مقرر کرده.
و در روایتی اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت معروفی است که صحابه اومد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست که به یکی از فرزندانش هدیه بدهد. رسول الله فرمودند که آیا تمام فرزندانت رو این هدیه دادید یا فقط همین یک فرزند هست؟ اون فرد گفت که نه، فقط به همین یک فرزند این هدیه رو دادم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اتقوا الله و اعدلوا بین اولادکم، از خداوند متعال بترسید و در میان فرزندانتون عدالت رو برقرار بکنید. پس بنابراین عدالت در میان در برخورد با فرزندان، تأمین نیاز فرزندان تا زمانی که در واقع در حالت تجرد هستند و با پدر و مادر زندگی میکنند، اینها جزء حقوقی هست که فرزندان بر پدر و مادر دارند. و در روایتی اومده که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند کفی بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، برای گناهکار شدن این همین کافی است که انسان زیر دستان خودش را یا فرزندانی را که دارد و هزینه زندگیش بر این پدر و بر این ولی لازم هست اینها رو در واقع تعذیب بکنه، اینا به اینها این افراد رسیدگی نکند. این در واقع یکی از مواردی هست که حق کشی شده در این مورد. اما در این مورد خاصی که ایشون اشاره کردند که هر دو نفرشون ازدواج کردند و دستتون تنگ هست ایشون که خداوند متعال انشالله به ایشون و تمام مسلمانان و دوستان و عزیزان ما انشالله رزق حلالی را و گسترده‌ای را عنایت بکنه. در مورد جریان خاص ایشون، پدرشون وقتی که ایشون گفتند که ما با پدرمون کار میکنیم، پدر این حق رو داره که چه کسی رو سر مزرعه خودش بیاورد یا چه کسی رو سر مزرعه نیاورد. از نظر شرعی ایشون نمیتونند که علیه پدرشون ادعا بکنند و مجبور بکنند پدر رو که باید ما کار بکنیم و باید به ما این مزد رو بدهید. ایشون لازم نیست که با پدرشون کار بکنند. اگر واقعا پدرشون به عنوان یک کارفرما ایشون رو در واقع حقوقشون رو پرداخت نمی کند، ایشون ملزم نیستند که از پدرشون اطاعت بکنند و فقط در جایی کار بکنند که پدرشون میگه و نهایتا هم چیزی به اونها نرسد. ایشون میتونن جای دیگر بروند و در واقع کاری رو برای خودشون پیدا بکنند و این جنجال در واقع میشود به این صورت اینو خاتمه بدن. اما این که علیه پدرشون یک اقدامی بکنند یا شکایت بکنند، این کار پسندیده نیست از نظر شرعی. در روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند انت و مالک لابیک، اگر شما مالی داشته باشید خودت و مالت مال پدرتون هستید. یعنی در این زمینه شما نمیتوانید برید علیه پدرتون در حقی که در واقع ندارید، فقط به عنوان یک مزدی هست که در سر مزرعه به شما میرسد و اگر میتونید به خاطر این که مزدشون نمیده مجبور نیستید، میتونید جای دیگر کار بکنید. اما این که به زور پدر را وادار بکنید یا به زور از اموال ایشون از جای دیگر در واقع بگیرید، این موارد شرعی نیستند و جایز نیست. و شاید خیلی کارهای انجام میده پدر که به خیریت پسر و فرزنده، ولی بعداً متوجه میشه و در این دوران متوجه نمیشه. بالفرض این از حق پدر همین کار است که بالفرض این که ما یعنی این فرض رو بر این بگذاریم پدر در حق فرزندانش کوتاهی میکند. حکم اخرویش همون گناه هست، معصیت هست، عدم عدالت در میان فرزندان هست که یک حکم اخروی هست. اما در دنیا یعنی فرزند این اجازه رو ندارد که مقابله به مثل بکند یا متقابلا حقوق پدر رو تعظیم بکند. جزاکم الله خیر. سوال بعدی آقا محمد از نروژ بود که سوال کردن که آیا خانم ها میتونن موقع نماز اذان بگن؟ این مسئله رو من قبلا عرض کردم که برای خانم ها در شهری که اذان گفته میشه لازم نیست که اذان بگند و گفتن اذان در واقع فقط در یک در جایی که محل اقامه نماز هست مشروع هست و وقتی که در اونجا اذان گفته شد پس بنابراین نیازی به اذان دیگر نیست. و این یک مسئله دیگر خود حکم اذان گفتن برای خانم ها هم یک امر در واقع نامشروعی هست و این حکم مخصوص مردان هست و در جایی که در واقع اعلام برای نماز هست. یعنی خود این اذان در واقع به صدایی گفته میشه، به اذانی گفته میشه که با صدای بلند در ملأ عام گفته میشه تا تمام مردم این در واقع اذان رو بشنوند و سابقه نداشته که در تاریخ اسلام یک زنی بیاد به جای مردان در واقع اذان بگه. اما در جایی که خود زنها هستند به صورت انفرادی میتونند که مثلا اذان گفته شده، اقامه که همون اذان هست میتونه زن اقامه بگه در جایی که خود زنها هستند و نماز با جماعت زنها میخونه در اونجا جایز است. اما در جایی که جماعت مردانه هست در مسجد هست نه اذان زن و نه اقامش و نه امامتش اینها مشروع نیست. جزاکم الله خیر.
سوال بعدی ایشون در مورد نماز بود که میگه وقت نماز و سجده ما الله اکبر یا الله اکبر. این از نظر قواعد زبان عربی همون الله اکبرش درست است. این که بگن الله اکبر یا الله اکبر، الله اکبر، اینا تمام اشتباه در واقع در زبان عربی از نظر ادبیاتی اشتباه است و اون تلفظ صحیحش این است که باید بگن که الله اکبر. منتها اگر کسی بنابر این که نمیشناخت یا نمیدونست این هیچ گونه اشکالی رو نداره. در نماز هیچ گونه اشکالی به وجود نمیاد که بگه الله اکبر، مثلا عادت کرده باشه به این، در نمازش هیچ گونه خللی به وجود نمیاد، اما تلفظ صحیحش همون الله اکبر است. بله، خیلی ممنون از شما. خواهر مریم از اصفهان سوالی که زیاد بینندگان پرسیدن که خمس در قرآن به چه کس تعلق می‌گیرد؟ این حکم خمس در قرآن در قرآن. خمس در قرآن فقط این درباره غنیمت اومده، مالی که از در واقع کفار گرفته می شود در جنگ با کافران هست، این در واقع ذکر شده و در همین یک مورد ذکر شده. این فقط در مورد اموال غنیمت این خمس رو خداوند متعال مطرح کرده. خمسی که به عنوان خمس مکاسب باشه، خمس ارباح باشه، خمس درآمد به هر صورتی و از هر طریقی باشه، این نه در قرآن از اون اثری هست و نه در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و نه در اقوال صحیح ائمه اهل بیت، بلکه برعکس این از ائمه اهل بیت ثابت شده. عکس این کاملا از ائمه اهل بیت و ائمه شیعه کاملا ثابت شده. اما درباره قرآن خداوند متعال در این زمینه در سوره انفال این مطلب را بیان کردن و علموا انما غنمتم فان لله خمسه وللرسول. در اینجا صراحتا الله متعال میفرماید و علموا انما غنمتم و خود این انفال درباره سوره انفال و سوره توبه درباره احکام جنگ و صلح هستند و این آیه رو خداوند متعال در ضمن همین احکام در واقع در اینجا بیان کرده. خداوند متعال اعلام می‌فرماید و علموا انما غنمتم، بدانید آن چیزی رو که شما در به غنیمت میگیرید. غنیمت یک اصطلاح شرعی هست و یک اصطلاح تعریف شده هست، فقط و فقط اینو در واقع در میدان جنگ از اون استفاده میشه. شما وقتی که به مغازه بروید و آخر روز وقتی که به خانه برمیگردید نمیگید من امروز این اندازه غنیمت گرفتم. این اصلا کلمه غنیمت در هیچ جا کاربرد نمیگیره، نداره. یا وقتی که مثلا یک کارمند حقوق میگیره اونجا نمیگه که من امروز غنیمتی رو دریافت کردم. اینا غنیمت نیست، اینا کسب، اینا کار هست، اینا دسترنج انسانها و پولی هست که در واقع با کار و زحمت خودشون در واقع اینو به دست آوردن. غنیمت نیست. و متاسفانه امروزه علمای شیعیان را به عنوان کافر قلمداد کردند و مالی رو که از اونا میگیرند به عنوان خمس میگیرند، به عنوان مال غنیمت هست، مردم نمیدونن و که در واقع اگر جنگی هم نیست عملا حکمش حکم جنگ هست. همون حکمی رو که در یک جنگی که در واقع مسلمان با کافر دارند که اموال در اونجا حلال میشود، وقتی که جان حلال هست مال هم در واقع حلال هست، میتونند از هم دیگر غنیمت بگیرند. امروز در میان جوامع شیعه علمای شیعه میاند از عوام مردم در واقع این غنیمت رو دریافت میکنند. و اون چیزی که جالب در اینجا هست که مطلبی که برای خمس اومده در هیچ جای قرآن، در قرآن که چنین، در هیچ جای سنت رسول الله و در هیچ جای روایات اهل بیت ائمه 12 گانه شیعه در هیچ جا روایتی وجود نداره که خمس ما را شما به فقها بدهید. یعنی در هیچ مواردی در کتاب‌های حدیثی شیعه علمای شیعه و فقهای شیعه به عنوان یکی از مواردی که باید به اونها خمس داده بشه، سهم امام داده شده، تعریف نشده. مطلقاً چنین چیزی وجود نداره. پس بنابراین این خودش یک نوع در واقع مصرف کردن خمس با توجه به اینکه ما قبول بکنیم که خمسی وجود داشته باشه، پرداختن این به علما و به مراجع و به فقهای شیعه یک مورد خودساخته‌ای هست که امروزه در میان شیعه وجود داره. و اون چیزی که خداوند متعال در جایی که این خمس را خداوند متعال بیان کرده، اگر قبول بکنیم، اگر بالفرض قبول بکنیم که آیه 41 سوره انفال درباره خمس هست و این خمس درباره خمس مکاسب هست، یعنی هر حقوقی انسان بگه درآمدی هر چی داره باید خمس بده، این در خود این آیه مصارف این خمس کاملا بیان شده. خداوند متعال در ادامه این آیه میفرماید و علموا انما غنمتم فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
این 6 مورد هست که خداوند متعال در خود آیه مصارف غنیمت را برای مسلمانان کاملا مشخص کرده. یعنی این خمس این مال خدا و مال رسول الله صلی الله علیه و آله است. یعنی این باید تحویل به رسول الله صلی الله علیه و آله داده باشه. اما رسول الله چیکارش میکنه؟ آیا رسول الله همیشه برای خودش برمی‌داره یا میتونه که اینو فقط باید به فرزندان خودش بده؟ این هم بیان شده که وقتی که این مال خدا و رسول هست، خدا و رسول اینو چیکارش میکنند؟ اینو مشخص کرده خداوند متعال فان لله خمسه وللرسول، مال خدا و رسول الله صلی الله علیه و آله هست. خدا و رسول اینو کجا مصرف میکنن؟ اینو در ادامه آیه خداوند متعال میفرماد که ولذی القربى، مال اهل بیت رسول الله، ذوی القرباش هست که رسول الله صلی الله علیه و آله باید مصرف خانواده خودش و اهل بیت خودش رو از این خمس باید پرداخت بکند. والیتاما، مال یتاما هست، در جامعه باید به یتیمان برسد. والمساکین، کسانی که مستمند هستند و توحیدست هستند. و ابن السبیل، و برای مسافرانی که در راه موندن. این خمس باید به این افراد بدین. و اون این به اصطلاح مال غنیمت هست و مال نفلی که گرفته می شود، فیئی که گرفته می شود. در قرآن کریم دقیقاً همین موارد را برای فی هم خداوند متعال بیان کرده. یعنی مال غنیمت یا مال فی، یعنی در اون جنگی که بدون خونریزی و بدون حمله به مسلمانان میرسه، این برمیگرده به خدا و رسول، مال خداوند متعال، مال رسول الله صلی الله علیه و آله است. این مصارف فی را خداوند متعال هم به همین صورت بیان کرده. همین 6 موردی هستند که من برای شما بیان کردم. این اموالی که امروزه در میان شیعه گرفته می شود، اگر واقعا خمس امروز در میان همین مواردی که من عرض کردم، برای ذوی القربا، برای یتاما، برای عرض کنم فقرا و مساکین، برای ابن سبیل اگر در ایران مصرف می شد، مطمئن باشید که تا الان در ایران هیچ گونه فقیری وجود نداشت. اما متاسفانه امروزه این خمس را با وجود این که حرام هست، مورد شرعی نداره، دلیل و مستند شرعی نداره، باز هم میگیرن و نهایتا اینو در اون مصارف شرعیش در واقع خرج نمیکنن. این یک مورد دیگر است. غیر از این روایات متعددی وجود داره از تعدادی از ائمه شیعه، من جمله حضرت امام جعفر، که این روایت به این صورت هست که کل ما فی ایدی شیعتنا فهو محلل لهم، هر چیزی که امروزه در دست شیعه ما هست برایشون حلاله، ما بخشیدیم. در روایات متعددی در شیعه در کتاب‌های حدیثیشون وجود داره که ائمه شیعه خمس خودشونو به شیعیان بخشیدن. به چه خاطر؟ به خاطر این تعبیر کردن، به خاطر این که ولادت اونها ولادت پاکی باشه. شاید شنیده باشید در آخر رسانه ها که بسیار از این شیعه های تندرو میگن که اهل سنت تمامشون حرامزاده هستن. حرامزاده چرا؟ چون که خمس رو پرداخت نمیکنن، حق خدا رو خوردن، حق رسول الله رو، حق ائمه رو خوردن، پرداخت نمیکنن. پس بنابراین مالی که خوردن مال حرامه، خودشون هم حرام زاده میشن. اما شیعیان برعکسن. شیعیان رو چون که به خود اینا خمس میدن، یا به تعبیر دیگر این حدیثی که در خود روایت اومده، چون که ائمه شیعه خمس را به شیعیان بخشیدن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ولادتشون ولادت پاک باشه، حلال زاده بشن. این صراحتا در نه یک روایت، نه در دو روایت، در ده ها روایت از روایات شیعه و از در واقع ائمه متعدد شیعه در واقع این ذکر شده. خیلی ممنون از شما، بسیار زیبا و رسا بیان کردیم. که سوال آقای محمدی آخرین سوال است که از تهران بودم، باز در مورد خمس بود که انشالله جوابش رو گرفتن. آقا امیر از ایران سوال کردن که تلویزیون عربستان به صورت زنده نماز پخش میکنه، آیا میشه نماز سنت را اقتدا کرد؟ نه، در این صورت هیچ جوازی نداره. نه اینکه در ایران بخوان که به تلویزیون عربستان یا هر جای دیگر اقتدا بکنن، حتی در خود مکه با اقتدا بر پشت سر گیرنده و تلویزیونی که از خود مکه پخش میشه بازم جایز نیست. نه در مکه جایز است و نه در غیر مسجد، نه در غیر مکه. اقتدا فقط در صورتی جایز هست به یک امامی که شما امام را دارید میبینید و پشت سر اون امام اقتدا کردید. اگر دور باشه، خارج از مسجد باشه، به شرطی که صفها چسبیده باشه اقتدا درسته. اما اگر صفها از هم دیگر فاصله داشته باشه و جای خالی باشه و یک جای دوری باشه با فاصله، باز هم اقتدا با امام درست نیست. این هم اتصال مکانی شرطه و هم اتصال زمانی. جزاکم الله خیر. آقای صابری پرسیدن که دادن زکات به خواهر و برادر، خواهر برادر ناتنیشون پرسیدن آیا درسته، و در کل پرسیدن که زکات به چه کسی تعلق میگیره، خصوصا از فامیل ها؟ بله، زکات به صورت کلی در یک جمله من عرض بکنم، پرداخت زکات به تمام انسانهای مسلمانی که نیازمند هستن جایزه. در یک کلام
تمام انسانهای مسلمانی که نیازمند هستند زکات دادن به اونها جایز هست، مگر به اصول و فروع. یعنی این که پدر نمیتونه زکاتش رو به فرزندش بده، یه فرزند نمیتونه زکاتش رو به پدر بده. غیر از این موارد زکات دادن کاملا درسته. برادر میتونه به برادر خودش بده، خواهر میتونه اینو به خواهر یا برادر خودش بده. حتی یعنی زن میتونه در صورتی که شوهرش مثلا مدیون باشه یا نیازمند باشه اینو به شوهر خودش بده، یا مثلا اینو به پدر یا مادر زن یا پدر و مادر شوهر بدن. هیچ گونه اشکالی رو در این زمینه وجود نداره و کاملا درسته. در صورتی که این افراد نیازمند باشند و جز مستحقین زکات باشند هیچ گونه اشکالی نداره و دادن زکات به خواهر و برادر کاملا درسته. اما در مورد موارد و مصارفی که در این زمینه خداوند متعال این ذکر کرده، 8 گروه هستند که خداوند متعال اینها رو کاملا در قرآن بیان کرده. انما الصدقات للفقراء والمساکین که خداوند متعال زکات در قرآن کریم بیان شده که زکات مال فقرا هست و مال مساکین است، با تفاوتی که در این زمینه وجود داره. والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم، عاملین علیها یعنی کسانی که مأمور جمع‌آوری زکات هستند، والمؤلفه قلوبهم اون کسانی که در واقع برای تألیف قلب اونها، برای این که اونها ترغیب بشن در اسلام، که در زمان صدر اسلام رسول الله صلی الله علیه و آله اینو در واقع میدادن. والغارمین، بله تازه مسلمان هایی که تشویق بشن برای اینکه ابقا بشن بر اسلام. والغارمین و کسانی که در واقع مدیون هستند و زیر بار وام رفتند. و فی سبیل الله و ابن السبیل، و در راه خدا یعنی در راه جهاد دادنش. و ابن السبیل و برای مسافرانی که از راه موندند اینها. و همچنین برای آزاد کردن برده یا آزاد کردن زندانی، اینا جز مواردی هست که زکات دادن جایز هست و مواردی هست که تعیین خداوند متعال اینا رو تعیین کرده. به صورت کلی تمام مستمندان نیازمندانی که جز این گروه ها باشند جایز هست پرداخت زکات به اونها، به جز از اصول و فروع، یعنی اصل به فرع، پدر به فرزند، یا از فرع به اصل، فرزند به پدر. این دو مورد جایز نیست، بقیه موارد کاملا جایز، هیچ گونه اشکالی رو نداره. جزاکم الله خیر. آقا نوروز از تاجیکستان در مورد مسیح دجال یا همون دجالی که در آخر زمان میآید سوال داشتن که چی هست و جریانش چیه؟ درباره دجال روایات متعددی وجود داره از رسول الله صلی الله علیه و سلم و یکی از مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی زیاد ذکر فرمودند و خیلی زیاد و به کثرت پناه می بردند از فتنه دجال و دستور دادند به ما که پناه ببریم از فتنه دجال. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر دجال امروزه ظهور بکنه بیاد و زمان خروجش بیاد، من زنده باشم، من خودم جوابگوش خواهم بود. و در زمان رسول الله و این در واقع دجال یکی از علامات قیامت هست و علامت‌هایی رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برای دجال ذکر کردند که چشمشون برآمده هست مانند یک انگور باد کرده ای که در آب افتاده باشد و باد کرده باشد. چشم در واقع دجال به این صورت هست. و یکی از علامات دیگرش این است که بر روی پیشانیش نوشته شده کافر، یعنی کاف و الف و به صورت گونه حروف کافر نوشته شده که انسان‌های مسلمان میتونن اینو ببینند، قابل تشخیص است برای مسلمانان و یکی از علامات قیامت هست. خیلی ممنون از شما. دوست عزیزمون از آلمان در مورد این پرسیدن که سوره فاتحه واجب است یا فرض در نماز؟ درباره بحث وجوب و بحث فرض در میان جمهور متکلمین و من بحث اصولی رو عرض میکنم، وقتی که عرض میکنم متکلمین یعنی اصولی های شوافع، مالکی ها و حنبلی ها، به صورت کلی یعنی تعریفی که دارن از فرض و واجب یک چیزی هست. یعنی اگر گفتم فلان چیز فرض هست یا فلان چیز واجب هست، حکمش دقیقاً یکی هست، هیچ گونه تفاوتی رو در این زمینه در واقع ندارن. منتها در میان فقها و اصولی های احناف در این زمینه یک تفاوتی رو قائل شدند که میان فرض و واجب یک نوع تفاوتی قائل هستند و این برمیگرده به نوع دلیل.
برمیگردد به نوع دلیلی که در واقع این حکم را ثابت کرده. اگر دلیلش یک مقدار یعنی صراحت کافی رو در این زمینه نداشته باشد، این برمیگرده به درجه بعدی، یعنی این که اونو فرض نمیدونند و جز موارد واجب حساب میکنند. در مورد قرائت فاتحه در نماز به اتفاق تمام جمهور علما، یعنی تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت به استثنای احناف و مجتهدین دیگر، معتقد هستند که قرائت فاتحه جز ارکان نماز است. به تعبیر به رکن میکنند یا جز فرایض نماز، فرایض یا ارکان نماز هست، به گونه ای که این قرائت فاتحه را چه عمدن کسی ترک بکند یا سهوا ترک بکند نمازش صحیح نیست و دوباره باید نماز را اعاده بکند. این یک حکمی از در میان جمهور فقها و مذاهب اهل سنت و الجماعت و دلایل متعددی رو داره. من جمله حدیث متفق علیه هست در بخاری و مسلم که حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه روایت کرده: لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. این روایت یک روایت صحیح و صریحی هست. لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة القرآن. کسی که در نماز فاتحه را نخواند نمازی ندارد. و از این حدیث و احادیث دیگری که در این زمینه وجود دارد، عموم فقهای اهل سنت معتقد هستند که قرائت فاتحه جز ارکان و فرایض نماز است. و در مورد واجبی که در مذهب احناف وجود داره، من حکمش رو بیان بکنم. در مذهب احناف حکم واجب، یعنی واجباتی که در نماز هم من عرض میکنم، اگر یک انسانی به فراموشی واجبی رو ترک کرد، اگر یک انسانی در نمازی که میخواند یکی از واجبات نماز را به فراموشی ترک کرد، خب این در واقع ترک را و این نقصانی که پیش اومده، واجبی رو که ترک کرده اونم به فراموشی، این میتواند با سجده سهو جبران بکند. بله. با سجده سهو قابل جبرانه. فرض بکنید یک فردی نماز 4 رکعتی میخواند، در 2 رکعت اول در تحیاتش ننشست، فراموش کرد ننشست، در آخر سجده سهو بکنه، نمازش کاملا درسته. اما حتی در مذهب احناف اگر کسی عمدن و قصدن یکی از واجبات نماز رو ترک بکنه، نمازش باطل هست. بله. اگر عمدن باشه نمازش باطل است، یعنی سجده سهو جبران کننده نیست در این صورت اگر عمدن باشه. به طور مثال اون گونه که در مذهب احناف درباره قرائت یک نوع تفسیری رو خواهر شدن، معتقد هستند که اصل قرائت فرضه. اصل قرائت یعنی مطلق قرائت فرضه. یعنی این چی که مطلق قرائت یعنی که تفاوت نداره، شما چه فاتحه رو بخونید چه سوره دیگر رو بخونید. وقتی که یک سوره از قرآن رو شما در نماز خوندید، یعنی این که رکن نماز و فرض نماز رو انجام دادید و قرائت فاتحه رو جز واجبات میدونند. این تفاوتی که در میان مذهب احناف و بقیه مذاهب وجود داره. منتها من این عرض کردم که در مذهب احناف هم اگر کسی عمدن سوره فاتحه رو در نماز ترک بکند، نمازش باطل هست و دوباره باید اعاده بکنه. همچنین و این حکم موارد فرض هست در مذهب احناف. اگر به صورت فراموشی از یاد انسان رفت و این ترکش کرد، نمازش درسته، باز سجده سهو قابل جبران هست. اما اگر عمدن ترکش کرد، در این صورت در واقع نمازش قابل جبران نیست. این در واقع یک نوع توافقی است در میان مذهب جمهور و مذهب احناف در این زمینه وجود دارد و قول راجح در اینجا که با توجه به صراحت دلایل و احادیث که هست و صحت احادیث که وجود داره، این است که و به خاطر اینکه از این اختلاف ما خارج بشویم، قرائت فاتحه یکی از ارکان و فرایض نماز هست. اما از اینکه این نماز فرضی باشه یا نماز سنتی باشه. جزاکم الله خیر شیخ. 1 دقیقه دیگه تا پایان برنامه مونده و چند تا سوال مونده، انشالله بتونیم پاسخ بدیم این سوالا. بیننده پرسیدن کسی که این حدیث هست که میگه کسی که با لا اله الا الله بمیره و شرک نداشته باشه به بهشت میره. حالا کسی که لا اله الا الله میگه ولی نماز نمیخونه و پیامبرم فرمودن که فرق بین اسلام و فاصله بین اسلام و کفر ترک نماز است، این دو تا چطور با هم جمع میشه؟ درباره حکم تارک نماز دلایل صحیح و صریحی که وجود دارند این است که تارک نماز کافره. دلایلی که در این زمینه هستند جای هیچ گونه تعبیری رو نداره، هم صحیح هستند و هم صریح هستند و که در میان تمام علما و اهل سنت این احادیث وجود داره. حتی در کتاب که جماعت تبلیغ همیشه اینو تعلیم میکنن، صراحتا در این کتاب هم بیان شده، فضائل اعمال، که تفاوت بین مسلمان و کافر همون در واقع نماز است. العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر.
به صورت صراحت اومده که عهد و پیمانی که در میان ما و کافران یا منافقان هست همین نمازه. هر کسی که نماز رو ترک بکند کافر است. در این زمینه چندین حدیث در واقع وجود داره و تنها عبادتی که این اختلاف در اون وجود داره که آیا ترکش کفر هست یا کفر نیست، همین بحث نماز است. اگر کسی ترکش بکنه به معنی انکار که اصلا بحثی وجود نداره. هر یک از احکام اسلام رو که کسی انکار بکنه و وجوبش را انکار بکنه در واقع کافر میشه. اما درباره نماز این روایت اومده حتی اگر کسانی به خاطر تنبلی و کسالت هم نماز رو ترک بکنن، این بسیار از علما این فتوا رو دادند که اینا هم کافر میشن به خاطر صراحت و صحت روایاتی که در این زمینه کاملا وجود داره. اما در مورد لا اله الا الله، این لا اله الا الله یک نوع در واقع شرایطی رو داره. یکی اومد پیش حسن بصری رضی الله تعالی عنه همین سوال رو کرد و گفت که امام مگر لا اله الا الله کلید بهشت نیست؟ ولی ما معتقدیم که لا اله الا الله کلید بهشته. اگر کسی لا اله الا الله بگه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبی در روایت اومده دخل الجنه، خالصا از ته دل صمیمانه بگه لا اله الا الله با ایمان و اعتقاد بگه، این وارد بهشت میشه. اومدن پیش حسن بصری که آقا مگر لا اله الا الله کلید بهشت نیست؟ گفت بله چرا، لا اله الا الله کلید بهشته، منتها هر کلیدی دندانه هایی رو داره. اگر کلید بدون دندانه باشه اون قفل مورد نظر رو باز نمیکنه. این لا اله الا الله کلید بهشت هست، من دندانه هایی داره. نماز هست، زکات هست، روزه هست، حج هست و بقیه واجبات و فرایض دینی و شرعی هستند. پس بنابراین اگر لا اله الا الله این شرایطش فراهم باشه، یعنی این که لا اله الا الله رو یعنی معنیش رو ما باید بدن علم به معنی داشته باشیم و رضایت داشته باشیم به لا اله الا الله. این گونه نباشه که میدونیم لا اله الا الله، بسیاری از مردم میدونند که غیر از الله اله دیگر نیست اما رضایت به این نمیدن. اینو باید ما قبولش بکنیم. میدونن اما قبول نمیکنن، هم باید قبول بکنن و اضافه بر این عمل بر مقتضای لا اله الا الله باشه. اینها جزء شرایط لا اله الا الله است که بدون از عمل بر مقتضای لا اله الا الله در واقع ایمان معنی نداره. در مطلب دیگر از یک از بزرگان حسن بصری هست که نقل میکنه لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی. ایمان یک صرف یک ادعا و یک شعار نیست، ولکنه ما وقر فی القلب و ظهر فی اللسان میگه یا فی العمل میگه، یعنی اون چیزی هست که در قلب هست، یک اعتقادی در قلبی هست که عملا ظاهر بشه، یعنی عملا هم انسان ملتزم بشه به لا اله الا الله. اما در مورد این که نهایتا انسان به بهشت بره، بله این در روایت اومده. اگر واقعا کسی لا اله الا الله رو بگه با وجود تمام گناهان، یعنی لا اله الا الله صادقا من قلبه و با ایمان بگه و ولو این که به خاطر گناهانی که انجام میده، به خاطر عدم التزامی که انجام میده در بهشت در جهنم مجازاتش میبیند، اما تمام کلمه گویان لا اله الا الله سرانجام و عاقبت خداوند متعال اونها را به خاطر توحید نجات خواهد. روزی به دادشان خواهد رسید. لا اله الا الله. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده در مورد این بود که یعنی در مورد این روایت بود که میگن محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر اول و آخر است، اولین پیامبر و آخرین پیامبره و دلیلش این بود که میگه چون آدم 360 سال، آدم علیه السلام 360 سال توبه کرد اما پذیرفته نشد تا اینکه به پیامبر صلی الله علیه و سلم توسل جست و پذیرفته شد. این روایت چه حکمی داره؟ در مورد این که رسول الله صلی الله علیه و سلم نبی اول و آخر بودن، چون این چیزی وجود نداره، نه در قرآن وجود داره و نه در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که اولین و آخرین پیامبر باشه. در قرآن کریم و در روایات اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین هست و این یکی از ویژگی‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که ایشون در واقع خاتم پیامبران هستند، آخرین پیامبر هستند و پیامبریشون یک پیامبری و رسالت عمومی و جهانی هست. جز ویژگی‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ایشون در زمان آدم و غیر آدم تا زمان حضرت عیسی و تا زمان بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نه به دنیا اومده بودند و نه از جانب خداوند متعال رسالتی رو داشتند و نه پیامبر بودند و نه قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ یک از پیامبران نه به رسول الله و نه به غیر رسول الله توسل نجستند. هر روایتی که در این زمینه چه آدم باشه چه غیر آدم باشه، هر روایتی که در این زمینه اومده باشه روایات جعلی، موضوع و ساختگی هستن و هیچ گونه صحتی رو ندارن. این در مورد این و این مطلبی که آدم 360 سال توبه کرد، توبهش قبول نشد، توسل به خاتم کرد، این یک مطلبی است که هیچ گونه صحت نداره و کاملا افسانه هست و روایات که در این زمینه هم نقل کردن روایات کاملا موضوع و ساختگی هست. و در مورد
مورد توسلی که ایشون به جاه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن، توسل به جاه رسول الله و مقام رسول الله از دیدگاه ائمه اربعه کاملا مردود هست. ائمه اربعه اهل سنت به ویژه حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به صراحت اینو بیان کردن. حضرت امام ابو حنیفه و همچنین امام محمد و امام ابو یوسف که جزء بزرگان و ائمه اساسی و اصلی مذهب احناف هستند، اینو صراحتا دارند که توسل به جاه رسول الله صلی الله علیه و سلم، این که خدا را دعا بکنند به جاه رسول الله، چون این چیزی ناجائز و حرام است. نه تنها عقیده احناف بلکه عقیده تمام اهل سنت و الجماعت این است که توسل به جاه رسول الله، ای خدا به خاطر رسول الله، به خاطر جاه رسول الله منو ببخش، این نوع دعای نامشروعی هست و درست نیست. اما اگر کسی دعا بکنه خدای به خاطر محبتی که من با رسول الله دارم منو ببخش، هیچ اشکال نداره. دعا بکنه خدای به خاطر اینکه من پیرو رسول الله هستم منو ببخش، هیچ گونه اشکال نداره. اما اینکه دعا بکنن به جاه رسول الله، به مقام رسول الله، به آبروی رسول الله، به نمیدونم حیثیتی که رسول الله پیش خداوند متعال دارن، این نوع توسل ناجایزی هست و فقهای احناف و غیر احناف اینو کاملا در کتاب خودشون بیان فرمودن. بله، جزاکم الله خیر به خاطر بیاناتی که فرمودین. و سال بعدی بیننده آقا اسماعیل از تهران بود که سالشون در مورد این بود که نماز جمعه برای زن در مسجد جایزه؟ برای زن اون چیزی که در روایاتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، خواندن نماز در منزل اولاتر و بهتر هست. به صورت کلی تمام نماز، اما از اینکه نماز جمعه باشد یا نمازهای فرض پنجگانه باشد، خواندن نماز برای زنان در منزل اولاتر و بهتر هست و در این زمینه از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق‌ها و ترغیب‌های متعددی وارد شده. اما در کنار این باز هم روایاتی داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر زنان و همسران شما از شما اجازه خواستند که برای نماز به مسجد بروند، مانع اونها نشوید. یعنی این که اگر در یک زمانی باشه که واقعا در مسجد نماز برگزار بشه، یعنی جایی هست برای زنان که نماز بخونند و رفتن به مسجد امن و هیچ مشکلی رو نداره، با رعایت موازین شرعی و حجاب شرعی، از نظر فقه اسلامی جایز هست و زن میتونه که برای نماز جمعه یا غیر نماز جمعه خارج بشود. اما این واجب نیست، نه نماز پنجگانه و نه نماز جمعه حضور زن در نماز جمعه جز واجبات بر زن نیست. اما اگر کسی در یک جایی فراهم بود این موقعیت و زنی رفت نماز خوند، هیچ گونه اشکالی رو نداره و از نظر شرعی جایز است. اما اگر در منزل خودشون نماز بخونن، اهم از نماز پنجگانه را که و همچنین نماز روز جمعه را که در روز جمعه به جای 2 رکعت نماز جمعه زن باید در منزل خودش همون 4 رکعت را بخونه. تمام کسانی که نتونستن به هر دلیلی به نماز جمعه بیان، چه مردانی بودند که سر کار بودند به نماز جمعه نرسیدن، یا زنانی که نمیخوان به مسجد برن، امکانش نیست که به مسجد برن، از نظر شرعی این است که اینها به جای 2 رکعت نماز جمعه همون 4 رکعت نماز ظهر را بخونن. بله، جزاکم الله خیر. سوال بعدی ایشون آقا اسماعیل از تهران این بود که خواندن نماز برای زن در اماکن عمومی و حتی در راه که کنار خیابان نماز بخونن، این چه حکمی داره؟ از نظر شرعی این نماز رو خداوند متعالی که وقت تعیین شده و مشخصی هست که این وقت کاملا مشخص است در آیات قرآن کریم و در روایاتی که از رسول الله و از ائمه در این زمینه نقل شده. این در واقع این وقت نماز، هر وقت نمازی کاملا جداگانه، آغاز وقت نماز، پایان وقت نماز کاملا مشخص شده و ما مکلف هستیم، بر ما فرض هست که نماز رو در همون وقتی که تعیین شده بخونیم، چه مرد باشه چه زن باشه، چه در اماکن عمومی باشد چه در اماکن غیر عمومی باشد. منتها زن باید سعی بکنه در جایی که در معرض دید نباشد، در جایی که خلوت‌تر هست این نماز را بخونن و بالفرض اگر به صورت کلی امکان هم نداشته باشه که زن به اصطلاح از این اماکن عمومی خارج بشود و وقت نماز فرا رسیده باشد، باید نمازش رو سر وقت بخواند، ولو اینکه در یک اماکن عمومی باشه، یک جای خلوت‌تر، یک گوشه‌ای رو پیدا بکنن و نماز خودشون رو با سر وقت بخونن. جزاکم الله خیر. سوال بینندگان تموم شد و وقت هم تموم شد، دیگه وقتی باقی نمونده. اگر صحبت پایانی دارین برای بینندگان بفرمایید. من عرض دیگری ندارم، فقط سپاسگزارم از شما که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. بینندگان عزیز، وقت به پایان رسید و انشالله تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.